و کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با این برنامه شما عزیزان، منبری برای بینندگان عزیز و گرامی ما. و در این برنامه هم مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از موضوعات مهم و داغی که در طی این هفته رخ داد رو خدمت شما عزیزان مطرح می‌کنیم و انشاءالله در لابلای برنامه عزیزان ما از طریق شماره واتساپی که دوستان عزیز اعلان کردن میتوانند تماس بگیرن و در برنامه شرکت بکنن. همچنین شماره تلفن مستقیم برنامه هم زیرنویس شده. عزیزانی که میخوان مستقیم از طریق تلفن تماس بگیرن با همین شماره و همچنین واتساپ هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. فقط دوستان عزیزی که میخوان تماس بگیرن اول باید این شماره رو به اسم تلویزیون ندای حق یا هر اسمی که دوست دارید در موبایلتون حفظ بکنید و بعد از اون میتوانید تماس بگیرید. همچنین فراموش نکنید که این سفر رو به اشتراک بگذارید و نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو با ما در کامنت ها میتونید در میان بگذارید و لایک کردن و به اشتراک گذاشتن این برنامه ها دعوت الی الله هست و شما هم از اجر و پاداش این برنامه ها بی نصیب نخواهید شد. دوستان عزیز گرامی، در صفحه‌ای که مکنون خدمت شما عزیزان اینجا پخش میکنیم صفحه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان هست که قانون منع حجاب و منع عید گشتن برای کودکان رو در تاجیکستان که قبلا مجلس نمایندگان یا مجلس خودساخته‌ای که دارند امضا کرده بود و رئیس جمهور هم این قانون رو تصویب کرد. این خبر رو با هم میشنویم و بعد از اون انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 20 ایونی سال جاری رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان زیر 35 قانون امضا گذاشته است. بنا به اطلاع سامانه رسمی پرزیدنت، قانون‌ها درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در تحریر نو قبول گردیده است. در صفحه فیسبوکی رحمان گفته می شود که این قانون‌ها با مقصد حفظ ارزش‌های اصلی فرهنگی ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، زیاده‌روی و اسرافکاری در برگزاری جشن و مراسم، بلند برداشتن معنویات و سطح اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیکستان، اینچنین حفظ حقوق و آزادی‌های کودک، تعلیم و دانش آموزی، تربیت کودک در راهیه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری روانه شده‌اند.
یک روز پیش وکیلان با رهبری رستم امامعلی در جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را پررد جانبداری و قبول کرده بودند. اکثر کارشناسان از قبول شدن این قانون که پیش از همه پوشیدن حجاب و ایدگردک کودکان را برای زنان در تاجیکستان محدود می‌کند اظهار نگرانی نموده گفته بودند که قبول این قانون‌ها مشکلات جامعه تاجیکستان را دوچند می‌کند. این قانون که قبلا در تحریر نو از جانب رئیس کمیته دین دولتزاده سلیمان به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود، واکنش جامعه تاجیک را به بار آورد. از مردم عادی تا کارشناسان سطح‌های گوناگون در این باره نظر دادند و اکثر میگویند که تنظیم لباس شهروندان از جانب مقامات تاجیک مثل چند سال قبل باز نفرت مردم را به حکومت بیشتر کرده صف مخالفان را زیاد خواهد کرد. زیرا به گفته آنها پیشگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه تنها شکل و لباس‌های اسلامی را در بر میگیرد. بنا به اطلاع رسانه‌ها مقامات کشور موافق ماده 18 طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم برای آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در جایهای جمعیتی جریمه از 8,000 تا 65,000 سامانی مقرر کردند. بازداشت و بازپرسی مقامات از زنهای حجاب پوش و از سر آنها کشیدن حجاب در نزد بیمارستان‌ها و بازارها واکنش جامعه تاجیک را بیشتر کرد. پس از این جمع بزرگی از فعالان دینی و مدنی روز جمعه 31 می را روز حجاب اعلام کرده بودند و از مردان و زنان تاجیک خواستند که در این روز برای اعتراض به فشارهای حکومت تاجیکستان دست به گردهمایی خیابانی بزنند و از حکومت بخواهند قوانین سختگیرانه نسبت حجاب و ریش را بیکار کند. و اخیراً روز جمعه 31 می انجمن عالمان مسلمان در مورد منع حجاب در تاجیکستان اظهارات پخش کرده ضمن نشریان منع حجاب زنان در تاجیکستان را محکوم و قرار حکومت تاجیکستان را در این رابطه مخالفت صریح با شریعت اسلامی دانست. این انجمن در اظهاراتش تاکید کرده بود که مقامات تاجیک باید این قرار خود را بیکار کنند. بله دوستان عزیز و بزرگوار، علی رغم اعتراضات همه مسلمانان جهان و ملت تاجیکستان و فرهنگیان، علمای دین، سیاسیون، احزاب مختلف و همه امت اسلامی تقریبا این قانون رو امضا کردن و طبیعتاً بعد از این به اجرا در می آید. شاید برای بعضی از عزیزان ما این یک ناامیدی باشد که حالا رئیس جمهور این قانون رو امضا کرد، دیگه کار از کار گذشت. از یک طرف جای خوشحالی است، چون که چه این رئیس جمهور این رو امضا می کرد یا امضا نمی کرد، شما می دانید که این محدودیت ها برای خواهران و مادران عزیز تاجیک ما از سالها به این طرف آغاز شده بود. الان به این قضیه یک جنبه قانونی دادن. وانگهی الله سبحانه و تعالی نمیخواست که این انسان دیکتاتور، این انسان خودخواه، این انسان دین ستیز این قانون رو امضا نکند، چون با امضا نکردن شاید یک محبوبیت جزئی در دل مردم ایجاد میشد. شاید با امضا نکردنش یک چند روزی به عمرش، به عمر حکومتش اضافه میشد. اما عزیزان، بینندگان عزیز، خواهران و برادران و مادران عزیز تاجیکستان، ناامید نباشید. ناامید نباشید، زیرا شما پیرو دینی هستید که عزت، سربلندی، افتخار برای شماست. الله سبحانه و تعالی همونطوری که بارها در برنامه ذکر کردم میفرماید که عزت از آن الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین است. شما با عزت هستید، شما سربلند هستید، هم در دنیا و هم در آخرت. و از اینکه امضا کرد ناراحت نباشید، ناامید نباشید. دین ما
دین عقیده و جهاد است. اسلام دین عقیده و جهاد است. اسلام دین مبارزه است. اصلا لذت مسلمان بودن در این است که انسان همیشه با هوای نفس، با طواغیت، با دشمنان اسلام در مبارزه باشد. لذت این دین در این مبارزه است. وگرنه اگر انسانی بیاید و در مقابل هر طاغوتی و در مقابل هر ستمگری و در مقابل هر ظالمی سرخم بکند که اون زندگی بردگی است، اون زندگی لذت ندارد. ثانیاً، آیا شما فکر می کنید که گذشتگان ما، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، بزرگان ما این دین رو همینطوری بدون قربانی، بدون مشکلات و بدون سختی ها مفت به دست آوردن؟ نه خیر. به خاطر این دین باید انسان جهاد بکند. به خاطر این دین باید انسان سعی و تلاش بکند. به خاطر این دین باید انسان از خودگذشتگی داشته باشد، فداکاری داشته باشد. و این دین مبین اسلام با خون هزاران بلکه صدها هزار زن و مرد و مسلمانی که به خاطر اعلای کلمت الله جانهای شیرین خودشون رو فدا کردن، خونهای پاک خودشون رو ریختن، به دست ما و شما رسیده. درست است شاید این قانون و این اعلان برای خیلی ها سخت تمام شود، اما الله سبحانه و تعالی به خاطر نابودی ظالمین، به خاطر نابودی ستمگاران یک سری اسبابی رو باید مهیا بکنه و اینها این اسباب رو خودشان برای خودشان دارن مهیا میکنن. مبارزه با حجاب، مبارزه با شعائر دین، مبارزه با اسلام سبب نابودی و سرنگونی و از بین رفتن این ظالمین و ستمگران خواهد بود. تاریخ این رو ثابت کرده. شما تصور بکنید اتحاد جماهیر شوروی با میلیون ها سرباز، با صدها هزار توپ و تانک و هواپیما و موشک های مختلف و با اون ظلم و ستمی که در طی 100 سال در آسیای میانه، در کشورهای اروپای شرقی انجام دادن، چه نتیجه به دست آوردن؟ آیا اسلام نابود شد؟ آیا دین مبین اسلام از بین رفت؟ آیا شعائر دین از بین رفت؟ نخیر، بلکه مسلمانان دوباره زنده شدند، دوباره دین را زنده کردند. و اینکه امروز امثال رئیس جمهور تاجیکستان و مجلس تاجیکستان میان با شعائر دین مبارزه میکنن، نشان دهنده این است که امروز دین اسلام زنده است. امروز شعائر دین اسلام در تاجیکستان زنده است. به خاطر این دارن مبارزه میکنن. و اگر که اینا این قوانین رو اعلان نمیکردن، به معنی این بود که دین اسلام در تاجیکستان مرده است، بیجان است. اما این مبارزه ها، این سعی ها، این تلاش ها به خاطر چی است؟ در عربی یک مثل است، میگن الصراخ به قدر الالم. جیغ و داد، فریاد به اندازه دردی است که میکشد. اینها به اندازه دردی که میکشند از اسلام و از شعائر دین و از مسلمانان دارن این قوانین و این سر و صداها رو برا انداختن. به خاطر اسلام، به خاطر شعائر دین، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از روزهای اول دعوت از مکه مکرمه جان دادن. سمیه رضی الله تعالی عنها اولین شهیدی بود که در راه دین مبین اسلام به شهادت رسید. اولین شهید، یک زن اولین شهید بود در اسلام. به خاطر چی؟ به خاطر کلمه لا اله الا الله. سمیه می توانست در گوشه خانه بنشیند، سمیه می توانست دین خود را اظهار نکند، سمیه می توانست که خودش رو پنهان بکند، می توانست خودش رو در خانه پنهان بکند، هیچ کس هم خبر نمی شد. هیچ کس خبر نمی شد که سمیه مسلمان شده است. اما نه، سمیه آمد در کنار مردان صحابه دین خود را، عقیده خود را، اسلام خود را آشکار کرد. چی کارش کردن؟ بردنش در صحرای سوزان عربستان. شما تصور کنید در همین حج امسال تعدادی از حجاج به خاطر گرمی هوا جان دادن، با وجودی که کولر هست، ماشین هست، آب خنک هست، میوه هست، غذا هست، همه چیز هست.
در آن زمان یعنی در صحرای عربستان در چاشت روز درجه حرارت به 55 الی 60 درجه میرسد. 60 درجه، یعنی شما فکر کنید الان مثلا در دوشنبه 30 درجه است، مردم میگن هوا خیلی گرم است، آفتاب سوزان است. 2 برابر میشد. میبردن سمیه را در صحرا میخواباندن، بر روی ریگ میخواباندن، در 4 طرف 4 تا چوب را در زمین میکوبیدن، دستهایش را، پاهایش را به این چوب ها میبستن و امیه بن خلف با شلاق او را شلاق میزد. تصور بکنید هوای 60 درجه گرم در روی ریگ داغ، شاید بعضی کلیپ ها رو دیده باشید، در روی ریگی که مردم حتی تخم مرغ رو با مایتابه آوردن در روی ریگ ها، بعضیا نیمرو درست کردن. به اینقدر این ریگ ها داغ است. در اینجا میخواباندن، بعد از اون خودش رو و همسرش رو و فرزندش رو زیر شلاق ها میزدن و اون ریگ ها مقدار زیادی نمک دارد. هر شلاقی که میزد این بدنش که خون میشد، زخم میشد و این ریگ ها که به بدنش میرسید، ریگ های صحرای عربستان هم نمک دارد، هم یک نوع برندگی دارد، مثل شیشه، مثل که شیشه رو شما کوبیده باشید. شما تصور کنید اینا چه زجری میکشیدن. سنگ های بزرگ رو می آوردن، بر روی سینه اینا میگذاشتن. بلال رو، عبدالله ابن مسعود رو، یاسر رو، عمار رو، سمیه رو و ده ها و صدها تن دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گناهشان چی بود؟ فقط این که گفته بودن لا اله الا الله محمد رسول الله. این همه زجر و شکنجه رو اینها در راه دین دیدن در اونجا، اما از دین خود بر نگشتن، از اسلام خود بر نگشتن، هیچ وقت کوتاه نیامدن، یک بار هم انکار نکردن توحید رو. امیه می آمد، عتبه، شیبه، ربیعه، سران کفر، ابو جهل می آمد یک بار خدای محمد رو به بدی یاد بکنید، یک بار خدای اونها رو یعنی بت‌های اونها رو به نیکی یاد بکنید، این عذاب شما را از بین میبریم. اما سبحان الله اینها میگفتن احد احد، خدا یکتاست، الله یکتا است. ببینید مسلمانان صدر اسلام در راه دین این زحمت ها و این شکنجه ها را متحمل شدن تا این اسلام امروز به دست ما اینطور کامل و واضح و آشکار رسید. امروز نه امیه بن خلف است، نه عتبه است، نه شیبه است، نه ربیعه است، نه ابو جهل است، نه ابو لهب است که شما را شکنجه بده. حداقل در بدترین کشور دنیا هم که باشید می توانید در داخل خانه خود به راحتی نماز خودتان را بخوانید. کسی شما را نمیگوید که به الله سبحانه و تعالی کفر بورزید. اما این طاغوتکای کوچیک، اینها طاغوت هم نیستن، اینها حتی به گرد پای ابو جهل و ابو لهب هم نمیرسن. اینا مثل مگس هایی هستن که فقط در یک جامعه حال آدم رو به هم میزنن. شما تصور کنید یک مگسی بیاد روی دستتون بشینه، روی غذایتون بشینه، دلتان بد میشود، حالتان به هم میخورد. اینها همین مگس ها هستن در جامعه. امثال رحمانوف و اینا که با دین مبارزه میکنن، اینها فکر میکنن که با این قوانینشون میتوانند دین اسلام را نابود بکنن. اینها میخوان که با این قانونی که درست میکنن میخوان اسلام رو از دل مردم دور بکنن. اما اینها کور خواندن. اینها نمیدانن که این دین به این آسانی ها از بین نمی رود. یکی از ویژگی های دین مبین اسلام این است که هر چقدر با این دین بیشتر مبارزه بکنن، این دین به همان اندازه بیشتر رایج می شود، به همان اندازه بیشتر مردم محبتشان به این دین بیشتر می شود. این رو تاریخ ثابت کرده. روس‌ها آمدن، شوروی‌ها آمدن، چه کارهایی که نکردن، چه ظلم‌هایی که نکردن، چه شکنجه‌هایی که نکردن، اما چی شد؟ آیا این دین از بین رفت؟ آیا این دین
ضعیف شد؟ آیا طرفداران این دین کم شد؟ یک 11 سپتامبر رو بهانه کردن چه ظلم‌ها و ستم‌هایی رو که بر علیه مسلمان‌ها در سراسر دنیا به راه انداختن. اما مگر چی شد؟ مگر اسلام از بین رفت؟ مگر دین الله سبحانه و تعالی از بین رفت؟ مگر مسلمان‌ها سست شدن؟ نه خیر، مسلمان‌ها روز به روز قوی تر شدن. دین اسلام روز به روز ترقی و پیشرفت کرد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. میخواهند که نور الله سبحانه و تعالی را با پف کردن خاموش بکنن. یعنی تصور بکنید اینها امثال کسانی هستند که در روز روشن در بیابان، در کوچه و خیابان بیان به طرف آفتاب فوت بکنن یا پف بکنن، بخوان که نور آفتاب رو خاموش بکنن. آفتابی که یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است، یک مخلوق خیلی کوچیک. چطور میتوانند اینها با پفهای خود نور الله سبحانه و تعالی، الله نور السماوات والارض، پروردگاری که نور آسمان ها و زمین است، چطور میخوان دین او را خاموش بکنن؟ چطور میخوان پیام الله سبحانه و تعالی در دلهای مردم از بین ببرن و خاموش بکنن؟ چطور میخواهند چراغ این دین رو خاموش بکنن؟ هرگز موفق نخواهند شد. این یقین رو داشته باشید که امکان ندارد که اینها با قانونشان، با پلیسشان، با جریمهشان، با زندانشان، با ارتش‌هایی که در این کشورهای بظاهر اسلامی، این ارتش‌هایی که اینا ساختن، پلیس‌هایی که اینا ساختن، مگر به خاطر دفاع از وطن است؟ مگر به خاطر دفاع از ملت است؟ نه خیر، به خاطر مبارزه با دین است، به خاطر مبارزه با اسلام است، به خاطر مبارزه با مسلمانان است. اما اینها با این کارهای خود نمیتوانند دین اسلام رو از بین ببرن، نمیتوانند نور الله سبحانه و تعالی رو خاموش بکنن. هر چقدر که سعی بکنن، هر چقدر که تلاش بکنن، هرگز موفق نخواهند شد. امروز شاید تعداد زیادی از خواهران ما، مادران ما، برادران عزیز تاجیک ما بپرسن خب وظیفه ما چی است؟ چیکار باید بکنیم؟ همینطوری نگاه بکنیم، قانون رو قبول بکنیم؟ شاید فردا پس فردا مردم پیام بفرستن، بعضی از خواهران ما، که مجبور هستیم بریم به دانشگاه، مجبور هستیم بریم به بیمارستان، مجبور هستیم بریم به مدرسه، مجبور هستیم بریم به ادارات دولتی، آیا حجاب از سرمان برداریم؟ نه خیر. اینجاست که شما باید صداقتتان را با الله سبحانه و تعالی معلوم بکنید. اینجاست که باید شما صداقتتان را با دین مبین اسلام آشکار بکنید. هر جایی که اونها حجاب رو منع کردن، شما با حجاب بروید. همه تان، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، همه مردم اعتراض بکنید. این جنگ است، این جهاد است. جهاد تنها این نیست که 4 تا مرد بلند بشن برن در یک کوهی سلاح بگیرن، بعد در مقابل دولت بجنگن، بگن ما جهاد کردیم. تو خواهری که از خانه با حجاب خارج میشوی در تاجیکستان، در مقابل این قانون ظالمانه و مستبدانه و طاغوتی، از لحظه‌ای که پای خود را از خانه با حجاب بیرون میمانی، مانند مجاهدی هستی که فی سبیل الله سلاح در دست گرفته است و در کوه و بیابان شب و روز در گرما و سرما در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکند. این از جهاد، این از جهاد واقعی. تسلیم نشوید. مسلمان هیچ وقت تسلیم نمی شود. سمیه میدانید رضی الله تعالی عنها، سنگ روی سینه‌اش گذاشتن، شلاقش زدن، یک وجب از بدنش سالم نمانده بود. سر و صورت، از سر تا پای این رو با شلاق زدن، خونی کردن. اما میگفت احد احد و حاضر نشد که دین خودش رو ترک بکنه. عاقبت میدونید چی کار کرد؟ ابو جهل آمد با نیزه زد این زن مجاهد رو، این زن صبور رو با نیزه کشت و لقب اولین شهید در اسلام رو گرفت. همسرش یاسر جان داد در اونجا و مانند او چندین 10 تن از صحابه شکنجه شدن، اما از دینشان بر نگشتن.
برای یک ثانیه هم که شده از دین بر نگشتن. پس برای یک ثانیه هم که شده حجابت را از سرت بر ندار. برای یک ثانیه هم که شده در مقابل ظالم و ستمگر سر تسلیم فرو نیار. شاید بعضیا بگن جریمه میکنن، جریمه کنن، نپردازید. زندان میکنن، بذارید زندان بکنن. شما فکر میکنید اون آه و ناله‌ای که یک انسان در زندان و دعایی که بر علیه طاغوت و ظالم و ستمگر میکند بی جواب میماند؟ فکر میکنید که الله سبحانه و تعالی داد مظلومان را نمیشنود؟ در سال 2005 بود، 2006 بود، یکی از برادرانی که از زندان بگرام، اون موقعی که 40-45 کشور خارجی با آمریکا 200-300 هزار سرباز، هواپیمای B-52، این همه دنیا، فکر کنید سراسر دنیا بر علیه مردم افغانستان شده بود، بر علیه مجاهدین شده بود. کسی جرئت نمی‌کرد در خانه خودش با زنش هم در طرفداری از مجاهدین بر علیه آمریکا چیزی بگه، میترسید که زنش جاسوس آمریکا نباشه. به این اندازه اینها تنگ گرفته بودن، به این اندازه اینها وضعیت رو برای مسلمانان به این شکل در آورده بودن. یکی از برادرانی که از زندان بگرام آزاد شد میگفت صدای جیغ و داد خواهرانی را که در زندان بگرام توسط نیروهای آمریکایی شکنجه می شدن در نیمه های شب و صدها مورد تجاوز جنسی هم به زنها و هم به مردها در همین بگرام، در همین نزدیکی کابل از نیروهای جنایتکار صلیبی ناتو و آمریکا گزارش شد. این برادری که از زندان آزاد شد میگفت شب تا صبح میگفت من ناله های زنهایی رو که در اونجا شکنجه میدادن، مردهایی رو که در اونجا شکنجه میدادن میشنیدم. هزاران نفر زندان رفتن، هزاران نفر شکنجه شدن، هزاران نفر بلکه صدها هزار نفر به شهادت رسیدن. تا اینکه چی شد؟ این نظام و اون جنایتکاران و اون بدبخت هایی که در اونجا بودن، الله سبحانه و تعالی اونها رو نیست و نابود کرد. چون ببینید عزیزان، با قربانی، با فداکاری، با خون دادن، با جان دادن، با مقاومت انسان عزت و سربلندی و شرف رو به دست می آورد. عزت، سربلندی، شرفی نیست که شما در گوشه خانه نشسته باشید، در پیش هر ظالم و ستمگری سرخم بکنید، بعد از اون در یک بشقاب طلایی برای شما عزت و شرف بیارن. امکان ندارد. انسان به خاطر سربلندی خود، به خاطر عفت خود، به خاطر عزت خود مبارزه می کند. من در یکی از برنامه‌ها کلیپ های خواهران ترکی رو خدمتتون نشون دادم که در دهه 80 و 90 زمانی که همین قانون هایی رو که امروز در تاجیکستان این خبیث آورد و در تاجیکستان میخواد تطبیق بکند، امروز قانونی کردن این مسئله رو به حساب قانون خود ساخته خودشون. این قضیه که از چند سال به این طرف اجرا میشد در تاجیکستان، در هر گوشه زنها و دختران مسلمان را اذیت میکردن. مثل همین قانون و از این بدتر در ترکیه بود. زنها تظاهرات کردند، زنها با حجاب از خانه خارج شدند، زنها اعتراض کردند در مقابل پلیس، در مقابل دولت، زندان رفتند، شکنجه شدند، اذیت شدند. بعد از 20 سال امروز حتی همانهایی که آن قانونها را در آورده بودند و سر مردم تطبیق کرده بودند، آمدن در جلوی دوربین ها، در کانال های تلویزیونی گفتن ما بد کردیم، اشتباه کردیم، غلط کردیم و از ملت معذرت خواهی کردن. چون زور، قوت دست ملت است. در مجلس نمایندگان چند نفر است؟ در پلیس چند نفر است؟ در حکومت چند نفر است؟ همهشان رو جمع کنید 1 میلیون نمیشوند. اما در مقابل 8 میلیون انسان دیگر ملت شریف و مسلمان تاجیکستان است. هیچ وقت مسلمان در مقابل ظلم و ستم
تسلیم نمی شود، یا می میرد و یا پیروز می شود. پس ما، همه ما، برادران ما، خواهران ما، مسلمانانی که هستند در سراسر جهان، در مقابل این قانون و در مقابل این ظلم و ستم ساکت نمی نشینند و به مبارزه ادامه می دهند. علما، دعوتگران، سازمانهای حقوقی، احزاب سیاسی، همه با همه. این کار رحمانوف یک تحدی است، یک تمسخر است به حزب نهضت، به پیمان ملی، به گروه 24، به همه احزاب مخالف تاجیکستان که اعتراض کردند در مقابل این قوانین. گفتن که شما هر چه میخواهید بگویید، ما کار خودمان را میکنیم. پس آیا ما باید تسلیم شویم؟ آیا باید دست از مبارزه برداریم؟ بلکه بیاییم چیکار بکنیم؟ اشتباهات خودمان را، کوتاهی‌های خودمان را، راه‌های غلطی که رفتیم رو بررسی بکنیم، با هم متحد شویم. آنچه می بخشد ظفر روز جهاد، اتحاد است، اتحاد است، اتحاد. با هم اتحاد بکنید، با هم همبستگی بکنید، صدایتان را یکی بکنید. من چند روز پیش در یکی از برنامه یکی از همین مخالفین تاجیکستان، باور کنید یک مسائلی رو مطرح می کردن، اختلافات شخصی. اون یکی نمیدانم فلان کرده، این پول برده، اون اونطوری گفته، اون در فلان مجلس بده من گفته، این در اونجا گفته که این اینطوری است. دست از این مسائل بردارید، اختلافاتتان را کنار بگذارید، با هم وحدت بکنید، با هم همبستگی بکنید، از سرنوشت افغانستان عبرت بگیرید. ما 7 تنظیم سنی داشتیم، 12 تنظیم و حزب سیاسی شیعه داشتیم. یعنی کلاً حدود 19-20 دانه تنظیم داشتیم، حزب داشتیم در افغانستان. و قدرت هم داشتن، چنان قدرتی داشتن که اتحاد جماهیر شوروی رو شکست دادن. یکی از آن حزب‌ها میتوانست روس‌ها رو شکست بدهد. یکیشان، جمعیت اسلامی به تنهایی خود، حزب اسلامی به تنهایی خود، از نیرو و قدرتی که داشتن، صدها هزار سرباز داشتن، انقدر دفتر و دیوان و دم و دستگاه داشتن، عاقبت چی شدن؟ امروز یاد و خاطره آنها ماندگی است. امروز به اندازه همین دیوان جای پا در افغانستان ندارن. باور کنید به اندازه این دیوان مالک چیزی نیستن امروز در افغانستان. طالبا آمدن گلم همه اینها رو جمع کردن. چرا؟ چون به جان هم دیگر افتادن، چون با هم اتحاد نکردن، با هم وحدت نکردن، با هم همبستگی نکردن. چرا شما میخواهید تجربه افغانستان رو دوباره تکرار بکنید؟ روزی که بعضیا فکر میکنن که من طرفداری میکنم از طالبان یا از این، برادر عزیز، بیننده گرامی، مسئله طرفداری نیست، واقعیت است. لیس للانسان الا ما سعى، الله سبحانه و تعالی میفرماید. نگفته که تو اگر مجاهد بودی، تو اگر مسلمان بودی، هر غلط خاصی بکنی خداوند تو رو پیروز میکنه. نه خیر. از اسباب پیروزی چی است؟ این که انسان متحد و متفق باشد. طالبا آمدن گلم همه اینا رو جمع کردن. این طالبا کیا بودن؟ کسانی بودن که در زمانی که همین تنظیم ها و سازمان های ما اتحاد جماهیر شوروی رو شکست داده بودن، اینها در پاکستان در مدارس دینی درس میخواندن. کوچیک کوچیک بچه ها بودن. شاید خیلی هاشان در اون موقع به دنیا هم نیامده بودن. همینایی که امروز بعضیشان مسئولین هستن در حکومت طالبان. اما خداوند اینها رو پیروز کرد چون اسباب پیروزی رو گرفتن، چون با هم متحد بودن، یک دست بودن، ولو اینکه در بینشون اختلافات فکری و منهجی و سلیقه‌ای وجود دارد. طالب پاکستانی است، طالب ایرانی است، طالب آمریکایی است، طالب مخلص و واقعی هست، هر جور در بینشان هست. در بین اصحاب رسول الله هم بودن، در بین اصحاب رسول الله دی منافق بودن، ایده سست بودن، ایده ترسو بودن. همه که مانند ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و علی و اینا که نبودن. همه که خالد ابن ولید و سعد ابن ابی وقاص که نبودن. طالبا به خاطر این پیروز شدن در افغانستان چون یک دست بودن، متحد بودن، ولو به ظاهر پیروز شدن.
بر همه اون باور کنید همین احزاب سیاسی چنان از مقابل طالبا فرار میکردن مانند موشی که از گربه فرار بکنن. پس یک دست شوید، اتحاد بکنید، همبستگی بکنید. مهمترین چیز این است که این اتحاد و همبستگی بر اساس دین باشد، بر اساس عقیده باشد، بر اساس توحید باشد. هر اتحادی، هر همبستگی که بر اساس دموکراسی باشد، بر اساس حقوق بشر باشد، بر اساس اینکه والا آمریکا و اروپا از ما خوش شوند، بر این اساسات اگر شما بخواید با هم اتحاد بکنید، باز هم عاقبت از بین خودتان کسی میآید و شما را میفروشد در مقابل پول، در مقابل منصب. و همه شما اینا رو تجربه کردید در این چند سال زندگی سیاسی خودتان. پس پیام ما به ملت شریف تاجیکستان این است که تسلیم نمیشویم، به مبارزه ادامه میدهیم تا پیروزی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. شما حرکت بکنید، شما خودتون رو تغییر بدید، شما تسلیم نشوید، الله سبحانه و تعالی پیروزی را میارد. والله تسلیم نشوید، فداکاری بکنید، از دینتان، از عقیدهتان نگذرید، در مقابل قوانین ظالمانه و مستبدانه سر خم نکنید. به خدا قسم یک شب میخوابید، فردا بلند میشید که این کشور، این نظام، همه چیز عوض شده. در 15 اگست 2020 مگر در افغانستان چی شد؟ یک شبه همه فرار کردن، هیچ کس نماند. کجا هستن امروز؟ یک نیرویی داشتن به نام قطعه 01 بهشون میگفتن 01. اینا رو اسمشان و کسی میشنید سکته میکرد. در هر جایی که حمله میکردن اونجا رو نابود میکردن، به خاک و خون میکشیدن. عاقبت چی شدن؟ باور کنید یکیشان هم نماند، همه فرار کردن. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. روزی که پیروزی الله سبحانه و تعالی بیاد، میبینی که مردم دست دست به دین داخل میشن. کجا اون کسایی که در قصرها می نشستن، صدها هزاران بادیگارد و نیروهای مسلح چهار دور و برشان بود، از خودشان یک فرعون و نمرودی درست کرده بودن، اثری از اونها نمونده امروز. پس این دین الله سبحانه و تعالی است. این تنصر الله ینصرکم. دین الله رو یاری بکنید، الله سبحانه و تعالی شما رو یاری میکنه. بعضی از عزیزان میگن که خب عده‌ای از علما، عده‌ای از کسانی مثلا در افغانستان اعلان جهاد کردن در مقابل حکومت و گفتن که ملت تاجیک باید جهاد بکنن. ببینید برادر عزیز و بزرگوار، اولا من این رو در دو بخش خدمت، چون امروز خیلی تماس گرفتن عزیزان تاجیک که الان این قانون چیز شد، تصویب شد، ما چیکار بکنیم، ما چطور باید جهاد بکنیم، از کجا شروع بکنیم، کی رو بکشیم. ببینید دوستان عزیز و گرامی، اولا ما بارها گفتیم و بازم تکرار میکنیم، ما هیچ وقت دعوت به این که برید، بزنید، بکشید، ببندید، هیچ وقت دعوت به این کار نکردیم و نمیکنیم. چرا؟ کشتن، بستن، زدن، فلان، این در صورتی است که یک گروهی، یک رهبری، یک قائدی، یک سازمانی، یک پرچمی وجود داشته باشد و مردم در زیر نام آنها و با هدایت و رهبری آنها و با هدایت و رهبری علما و بر اساس شروط و ارکان مبارزه و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی این کار رو انجام میدن. نه اینکه هر کس از هر جا بلند بشه شروع بکنه، هر کی پیش روش آمد بکشه. این جهاد نیست، این ایجاد حرج و مرج میکنه. دین اسلام وقتی که میاد شروطی رو برای جهاد در نظر میگیره، به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه حرج و مرج در جامعه اتفاق نیفته. وگرنه هر کس بلند بشه بگه که الله اکبر، من میخوام جهاد بکنم، بره مردم رو بکشه، این رو بزن، اون رو بزن، شهر کشور به آشوب بیفته و از این آشوب و از این به اصطلاح حرج و مرجی که رخ میده دشمنا سوء استفاده بکنن، عزت مردم، امنیت مردم، شرف مردم زیر پا بشه. اسلام این رو نمیخواد. گاهی اوقات
حتی گاهی اوقات ببینید که مثلا در کلام بعضی از فقها ما میبینیم که حتی در صورت قبولی ظلم بر شخص خودش انسان صبر بکنه در مقابل حاکم ظالم مستبد. به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت عمومی. اما وقتی که مصلحت عمومی در خطر قرار گرفت، وقتی که یک سرزمین اسلامی در اونجا کفر حاکم شد، در صورتی که نماز رو متوقف کردن، روزه رو متوقف کردن، حج رو متوقف کردن، مساجد رو متوقف کردن، قرائت قرآن رو متوقف کردن، شعائر دین رو متوقف کردن، یا از خارج کفار حمله کردن برای یک کشور اسلامی، در اون صورت نفیر عام می شود. در اون صورت جهاد بر همه فرض می شود، بر زن، مرد، برده، اسیر. در اون صورت نه زن از شوهرش اجازه می گیرد، نه فرزند از پدر و مادرش اجازه می گیرد. هر کس با هر چه سلاحی که در دست دارد در مقابل ظلم و ستم بلند می شود و مبارزه می کند. وقتی که ولی امر، وقتی که به اصطلاح رهبر، وقتی که علمای دین نفیر عام یا به اصطلاح بسیج عمومی اعلان بکنن، در اون صورت است که هر کس با هر چه در دست داره در راه الله سبحانه و تعالی از خانه خودش خارج میشه. یک از دوستان پرسیده بود که خب اگر که مثلا در مقابل این قانون وظیفه شخص من به عنوان چیز، من چطور میتوانم جهاد بکنم؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قتل دون عرضه فهو شهید، من قتل دون ماله فهو شهید. کسی که به خاطر مالش کشته میشه شهید است، کسی که به خاطر ناموسش کشته میشه شهید است. به این معنی که شب است، در خانه هستی، خوابیدی، یا میبینی که دو تا دزد وارد خانه شدن، شروع کردن مال دارایی تو رو دارن جمع میکنن. در اونجا بعد انسان دیگه نباید بشینه که والله ببینیم احکام جهاد چی است، ولی امر چی گفته، علما چی گفتن. نه، هر چی به دست آمد میزنی دزدو، یا او رو میکشی یا که فرار میکنه از خانه. و در اون انگام که تو از مال داری دفاع میکنی، اگر تو موفق نشدی او رو بکشی و او تو رو کشت، در اون موقع تو شهید هستی. به همین خاطر حتی در قوانین بین المللی در سراسر دنیا کسی به خانه شما حمله میکنه در نیمه شب، شما اون رو میکشید، شما رو زندان نمیکنن. البته قوانین فرق میکنه، بعضی از مشکلات و سختی ها داره، اما علی کل حال کسی که به خانه شما حمله کرد به خاطر دزدی شما رو بکشید، شما محکوم نیستید. این دفاع مشروع بهش میگن. با زنت داری میری، با خواهرت، با مادرت داری میری، یک نفر پلیسی میاد پیش روی تو میگه که باید روسری خانم تو، زن تو یا مادر تو یا دختر تو از سرش برداری. به خوبی بهش میگی برادر اکا جان، من مسلمان هستم، این که تو میگی این کار درست نیست. گپ فهمید، خوب. اگر دست درازی کرد، در اون موقع به اندازه‌ای که دست درازی کرد در مقابلش انسان باید مقاومت بکنه. زد بزن، سیری زد سیری بزن، مشت زد مشت بزن، دست درازی کرد دستش رو قطع کن. و اگر در اون صورت حتی اگر سلاحش رو در بیاره و تو رو بزنه، کشته شوی، در پیشگاه الله سبحانه و تعالی شهید محسوب میشی. زنی که به خاطر حجابش کشته بشه، شهید در راه الله سبحانه و تعالی محسوب میشه. این نیست که ما مثلا هر کس از خونهش یک چیزی رو، چاقوی رو بگیره بلند بشه بگه من جهاد میکنم. این ایجاد حرج و مرج و ناامنی در جامعه میکنه و این فرصت میده به دشمنان اسلام که بیان چیکار بکنن، ظلم و ستم خودشون چند برابر بکنن. من به طور مثال به یک از دوستان ذکر کردم، گفتم ببینید مثلا کارهایی رو که همین داعشی‌ها کردن در تاجیکستان، مردم در سوریه و عراق داد میزدن که ما نیاز نداریم، نیایید، به خدا شما میایید برای ما دردسر ایجاد میکنید، برای شما جا پیدا کردن، شهر و دیار رو بلد نیستید، سنگرها رو بلد نیستید، سلاح، استفاده سلاح رو بلد نیستید، نیایید. اگر میخواهید به ما کمکی بکنید، کمک مادی بکنید. اما نه، ای تشویق میکردن که جوانا برین که خلافت اسلامی است. چیکار کردن؟ اولا تاجیکستان رو از جوانان با غیرت و با دین خالی کردن که امروز 4 تا شغال، 4 تا سگ بیان در اونجا این ظلم و ستم رو بر علیه ملت تاجیکستان بکنن. بعد از اون چیکار کردن؟ اونا رو در اونجا کشتن، اشکال مختلف. زنها و فرزندانشان اسیر شدن. کاری که بدون برنامه باشه، کاری که بدون دقت و توجه باشه، عاقبتش این چنین میشه و این سبب میشه که
انسان ها چیکار بکنن؟ به اصطلاح ظلم و ستم به اشکال مختلف در جامعه ایجاد بشه. پس ما باید هر کاری که انجام میدهیم با برنامه ریزی، با دقت و تحت شرایط و با ارشادات علما و کسانی که به اصطلاح از اونها عرف شنوی دارن ملت این کار رو انجام بدن. و این که مثلا یک عالمی بلند شده در افغانستان گفته که ای مردم بلند شید در تاجیکستان جهاد بکنین، من قبلا هم گفتم با کسی رو درواسی هم نداریم. این شعارهای منطقی نیست. مثل کسانی سالها قبل می اومدن در رسانه ها می گفتن مثلا مردم اهواز در ایران بلندشن استقلالشون رو از ایران بگیرن که اینها یک کشور جدا بودن، قبلا عربستان اسمش بود، فلان بود اینها. من در یکی مجلس به یکیشون گفتم خب همین مردم بلند شدن استقلالشون رو گرفتن، شما یک فلسطین رو نمیتوانید آزاد بکنید، کمک بکنید به مجاهدین فلسطین، آیا با اونها کمک میکنید؟ انسان باید منطقی فکر بکنه. مردم تاجیکستان بلند شین جهاد بکنید، خب مردم تاجیکستان بلند شدن جهاد بکنن، تو میتونی اونها را کمک بکنی؟ تو میتونی در کنارشون وایسی؟ فردا اگر حکومت تاجیکستان بر علیه اونها شروع کرد کشتارشون رو، آیا تو بلند میشی مثلا با 100 نفر 200 نفر بری به کمکشان؟ پس گاهی اوقات انسان باید وقتی که در مسائل اینطوری شعارهای این گونه شعارهایی رو میده و این گونه فتاوایی رو صادر میکنه، یک کمی باید از دقت بیشتری استفاده بکنن و ضرر همون صحبت ها به همین حرکت خیلی بیشتر بود. چون همون صحبت ها رو ببینید که همون رو آوردن به اصطلاح سبب قرار دادن که بیان مبارزه بکنن، بگن که بله فلانی و فلانی اعلان جهاد کرده بودن. ما شعارمون حمایت و دفاع و بیان مظلومیت ملت تاجیکستان است و ما در حدی نیستیم که ما بیایم در تاجیکستان اعلان جهاد بکنیم و حق داره یک تاجیک بگه که تو کی هستی که تو در تاجیکستان اعلان جهاد میکنی. این به معنی نیست که ما بیایم مثلا از حکومت تاجیکستان دفاع بکنیم، از این ظالم و ستمگر از اینا دفاع بکنیم. اما انسان وقتی که یک حرفی میزنه باید حرفش مسئولانه باشه. اعلان جهاد وظیفه تویی که مثلا در فلان ولایت امام مسجد هستی در افغانستان یا مدیر یک مدرسه هستی، تو حق نداری که در یک کشور دیگه اعلان جهاد بکنی. بله ظلم و ستم رو بیان کردن و راه مبارزه و دعوت رو با این ظلم و ستم ها نشان دادن، این مسئله جداست. اما اعلان جهاد در یک کشوری این کاری است که به نظر من یک کار غیر مسئولانه است که ما باید از این گونه به اصطلاح احساسات بدون دلیل باید خودداری بکنیم. پس با هر وسیله‌ای که ما در دست داریم می توانیم در مقابل این ظالمین و این ستمگران مبارزه بکنیم و از حقوقمان دفاع بکنیم. ببینید کودکان یکی از زیباترین مناظر، من در کویت رفتم، در کویت، در امارات، در قطر، در عربستان سعودی، در اندونزی، در خیلی از کشورهایی که در ایران، در پاکستان، در کشورهایی که زندگی کردم در اونجا دیدم، زیباترین مظهر عید در یک جامعه چی است؟ این که کودکان خوشحالی میکنن، لباسهای عید میپوشن، از خانه خارج میشن، در و همسایه رو میرن. زیباترین صحنه این صحنه‌هایی است که میرن در خانه مردم رو میزنن، عیدی طلب میکنن، یکی پول بهشون میده، یکی شیرینی میده. یک انسان احمق مریض این باید این رو ببرن به یک روانشناس، ببرن علاجش بکنن. تو رو چه به کودکان مردم که تو بگی که کودکان نباید عید گشتن بکنن؟ یعنی به تو چه آخه؟ تو چی کار داری به کودکان مردم؟ این تربیت هست؟ باور بکنید همین تواقیت هستن، همین انسانهای ظالم و ستمگر هستن که داعش به وجود میاد، افراطگری به وجود میاد. همین هایی هستن که این کودک عقده میگیره، مادرش عقده میگیره، پدرش عقده میگیره. این مادری که امروز تو روسریش و چادرشو از سرش در خیابان بر میداری، والله شب میاد در خانه دعا میکنه بر علیه تو، بارالله ها میگه خدایا این رحمانوف رو سرنگون بکن، این نظام رو سرنگون بکن. بعد به کودکش، به فرزندش
یاد میده که این حکومت ظالم است، این حکومت ستمگر است. خودش و کودکش با یک عقده بزرگ میشن در مقابل این نظام، در مقابل حکومت. نمیدونم این احمق‌هایی که در اطراف این رئیس جمهور هستن چرا نمیفهمانن به این که همین کشورهایی که با این عقده ملتشان را به بار آوردن عاقبتشان چی شد؟ صدام چی شد؟ قذافی چی شد؟ چاوشسکو چی شد؟ گورباچوف چی شد؟ همین نظام‌های دیکتاتوری در چکسلواکیا و در اروپای شرقی چی شد؟ در یوگسلاویا مثلا چی شد؟ همین عقده‌های ملت آخر سبب نشد که مردم دلشان را چنان سر اونها یخ کردن که حتی تکه‌های پیرهنشون هم برای کسی نرسید. بترسید از خدا، بترسید. بابا تو به شادی کودکان در این چی کار داری آخه؟ تو اینقدر مرد هستی، تو اینقدر همت داری، مردانگی داری، برو 4-5 میلیون تاجیکی که در بیرون در به در خاک به سر در کشورهای روسیه و اون اطرافش دارن کار میکنن، اونا رو برگردان، یک زندگی آبرومندانه برشان در تاجیکستان ایجاد بکن. نمیدانم چه انسانهای بیماری در کشورهای اسلامی متاسفانه حاکم هستن. بیمارن، به خدا اینا بیمارن. والله اینها اگر در یک کشور خارجی باشن، در اروپا و آمریکا باشن، اینا رو میبرن در تیمارستان، در دیوان خانه میندازن تا که آدم بشن. اما متاسفانه اینا در کشور ما میشن که پیشوای ملت، رئیس جمهور. و الله سبحانه و تعالی، شما فکر نکنید که اینها با این کارهایی که انجام میدن، با این اعمالی که انجام میدن، الله سبحانه و تعالی از اینها انتقام نمیگیره. الله سبحانه و تعالی اینها رو نابود نمیکنه. در آیه 114 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعی فی خرابها. کیست بدبختتر، ظالمتر از اون کسی که منع میکنه مردم رو از مسجد که در اونجا ذکر الله سبحانه و تعالی صورت بگیره و سعی میکنه که مساجد رو خراب بکنه. در آخر آیه چی میگه؟ لهم فی الدنیا خزی، در دنیا برایشان رسوایی است، و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و در آخرت برایشان عذاب دردناکی است. برای کی؟ برای کسانی که با شعائر دین، با دین الله سبحانه و تعالی چیکار میکنن؟ مبارزه میکنن. الله سبحانه و تعالی در آیه 13 سوره یونس میفرماید که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. میگه پیش از شما هم ملت‌هایی رو ما چیکار کردیم؟ نابودشان کردیم، هلاکشان کردیم. کی؟ وقتی که ظلم کردن. حکومت تاجیکستان، رحمانوف، بترسید، والله از ظلم بترسید که انشاءالله زنده خواهیم بود و اگر به همین ظلم و ستم ادامه بدهید عاقبت شما را خواهیم دید که از قذافی و از صدام و از غیره بدتر خواهید شد. این وعده الله سبحانه و تعالی است. والله الله سبحانه و تعالی از وعده خود خلاف نمی کند. همه آن اسبابی که برای نابودی یک ظالم و ستمگر باید مهیا شود شما آماده کردید و این سنت الله سبحانه و تعالی است و سنت الله سبحانه و تعالی هیچ وقت تغییر نمی کند. در سوره ابراهیم آیه 34 الله سبحانه و تعالی در اینجا می‌فرماید که خدمت شما این آیه را نشون بدم، بعد تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت که الله سبحانه و تعالی بیان می کند عاقبت ظالمین. می فرماید
در سوره کهف آیه 29 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما برای انسان‌های ظالم و ستمگر آتش سوزان جهنم که آنها را در بر گرفته است را آماده کرده ایم. برای انسان‌هایی که ظلم می‌کنند بیشترین وعیدی که در قرآن کریم و سخت‌ترین وعیدی که در قرآن کریم آمده است برای کی است؟ برای انسان‌هایی که ظالم و ستمگر هستند. در سوره نمل آیه 52 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا، اینا رو ببینید خانه هایشان که امروز خالی است، هلاک شدن، نابود شدن. به خاطر چی؟ به خاطر ظلمی که کردن. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون، این نشانه است، درس عبرت است برای قومی که بدانند و عبرت بگیرند. همه اینها در سوره هود آیه 113 الله سبحانه و تعالی در اینجا هم امر می کند که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. میگه که با ظالمین، با ستمگران همکاری نکنید، با آنها پناه نبرید، با آنها هم دستی نکنید که آتش جهنم به شما میرسد و غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کس شما را نمیتواند از این آتش و از این عذاب نجات بدهد. پس فکر نکنید که حالا اونها ظلم میکنن، ستم میکنن، قانون در میارند، ملت رو اذیت میکنن، همینطور ادامه پیدا میکند. هیچ کس آنها رو محاسبه نمی کند. نخیر، الله سبحانه و تعالی اگر یک بار قهر و غضبش رو بر اینها نازل کرد، باور بکنید که نه فرزندش، نه نوش، نه این عبا و قبا، نه این لباس، نه این قصر، هیچی برای اینها نخواهد ماند. جالب است انقدر اینها بیشرف هستن، انقدر بی‌حیا هستن که میگن ما لباس ملی، حجاب از بیگانه است، ما لباس ملی میپوشیم. زنهای تاجیک باید لباس ملی بپوشن، زنش، دخترش، آزاده خانم، نماینده پارلمان، وزیرا، معاونین وزیرا، هر کسی که در این حکومت هست از زنهایی که هستن، همه اینا کت شلوار پوشیدن، لباسهای غربی پوشیدن. آیا این لباس ملی تاجیکستان است؟ ای آقای میرزا، ملا عبدالرحیم، داملاهایی که با بی‌عزتی و بی‌شرفی و بی‌حیایی آمدید و شما را مجبور کرده بودن و به اون مجبوریت، به این ذلت و خواری تن دادید، آمدید مایک رو گرفتید، میگید که بله جناب عالی گفته که ما باید همین لباسهای عنعنه تاجیکی خودمان را بپوشیم، فرهنگ تاجیکی خودمان را بپوشیم. من ببینم یکی از شما مرد باشید، غیرت داشته باشید، بلند شید بگید که ای جناب عالی، تو که میگی که زن من، خواهر من، مادر من لباس تاجیکی بپوشد، لباس ملی بپوشد، تو دختر چرا لباس آمریکایی و اروپایی پوشیده است؟ چرا اعضای مجلس ملی تاجیکستان، زنهایی که در اونجا هستن، لباس اروپایی و آمریکایی پوشیدن؟ اگر قانون است باید برای همه باشد. هر وقت که آزاده خانم و نماینده های پارلمان تاجیکستان همه اینها لباس اطلس ملی تاجیکی پوشیدن، بعد از اون ما میگیم آفرین. نه والله برایشان نه ملت تاجیک مهم است، اصلا میدانید اصلا این تاجیک نیست. خود تاجیک ها میدانن که این تاجیک نیست. به دروغ خودش رو بر گرده ملت تاجیکستان سوار کرده است. هدف نه ملت تاجیک است، نه فرهنگ تاجیک است، نه لباس ملی است. هدف اسلام است، هدف دین است، هدف شعائر دین است، هدف حجاب اسلامی است که در این مقابل این برنامه‌های این ظالمین و ستمگران باید ملت تاجیکستان بیدار باشند. از همین لحظه به بعد تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. دیگه برای شما تماس میگیرم، هیچ وقت موفق نشدیم. شما یک زنگ بزنم اول پرسی بکنم. سلامت باشید. تشکر برادر عزیز. واقعا شما رو خیلی دوست دارم و واقعا سری به خاطر خدا. سلامت باشید. تشکر از شما. الله متعال احسان کند. سال پیشتر هم که پیرام بدم برنامه اون روی سکن شما رو خیلی دوست دارم. آقای انصاری برای ما دعا میکنیم دیگه. سلامت باشید. الله متعال احسان کند برادر عزیز. تشکر از تماس شما. زنده و سلامت باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استادی عزیز خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. استادی عزیز یک دو برنامه پیش گفته بودم که استاد امیستریم میگن اگر مرا چیز همو قطعی ما شما قطعی تماس بگیریم گفتم شما وعده داده بودین که برنامه اگه میکنیم تا حال مقصد ندیده ایسم ده امیستریمه. انشاءالله سعی میکنیم که دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر امکان داشته باشد از هفته آینده برنامه تماس مستقیم رو با سیستمی که بتوانن بینندگانم مشارکت بکنن آماده بکنن انشاءالله. چشم حتما. بله بله. استاد عزیز بعد همی یک سوال دیگه دارم استاد. بله. امیر رحمانو استاد امروز 21/06/2024 بله. یک ماه پس همین فرزندش در سر قدرت میاد. باور کنین استاد همیا یا خوجه خارجی دارن نمیدونم یگان چی دارن همین فرمانی حجاب یکم حوزی رستم امامعلی امضاش کرد بعد او پدرش یعنی امامعلی رحمان. استاد عزیز این یک فکری من همیه که یک نشونه هست که اثر قدرت اومدنی رستم امامعلی برای که فرمان وقت که امضا کرد انا خوجای خارجیشون بگیم همون دشمنای اسلام خوجای خارجی همین بدبخت هستند. بله. و او به ایران کمک میکنن که رستم سر قدرت بیاره. باور کنین مردم تاجیکستان بعد یک ماه اینا نگاه کنین همین رستم امامعلی در سر وظیفه میاد. زنده باشید استاد عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم سعادتمند هستید. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. استاد سوال درباره موضوع برنامه باید باشه یا سوال دیگه هم جواب بدید؟ بفرمایید هر چی دوست دارید. هر چی دل تنگتان میخواهد بگویید. تشکر. زنده باشید. استاد محترم دو سوال داشتم. یکی آیه هفته سوره واقعه بلکه زحمت نمیشه برای شما درست. اگر برای ما تفسیر کنیم خلاص برای ما بسازید. درست. از سوره حقاف آیه 20 تا 17 تا 20. 17 تا 20. چشم. ممنون شما. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال احسان کند. زنده باشید. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز. از کشور جمهوری اسلامی افغانستان متمثل. بفرمایید. پخش جمله ندای حق هستی؟ بفرمایید برادر عزیز. بله صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. اول سلام و درود خدمت شما استاد بزرگوار محمد انصاری. سلامت باشید. خدمت تمام اعضای بینندگان شما. سلام. خوشحال هستیم با اینکه شما زحمت میکشین خاطر امت مسلمه. و یک سوال داشتم از اینکه
کسایی که مثلا در زیر همچون حکومت های مانند حکومت تاجیکستان یا حکومت های دیگه که مثلا غلام کفر و غرب هستن، یعنی زندگی کردن، خاموش ماندن، ساکت ماندن در مقابل همچون حکومت های طاغوتی که همچنان علما مانند استاد میرزا و مفتی عبدالرحیم و اینا، همچنان علمای اینا که مثلا اینا به مقابل از این نظام هیچ گپ نمیزنن یا تن دادن یا غلامی را قبول کردن. یعنی ملت که میبینه علما به این راهی رفتن، ملت چه تصمیمی بگیره که یعنی از این ظلمت، از این تاریکی بیرون شود؟ درست. چشم، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. تشکر، خیر ببینید. وقت سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد عزیز یک سوال داشتم در همین. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده رو ببندید، با تلفن صحبت کنید برادر عزیز. استاد عزیز یک سوال داشتم. بفرمایید. شهر روسیه قرار داشتیم. یک کار چشید. سلام رحمت الله و برکاته، بفرمایید. اگر لطف بکنید صدای تلویزیونتون رو ببندید و با تلفن صحبت کنید برادر عزیز. استاد عزیز یک سوال داشتم درباره یک برادر با همین زن دادر خودش در همین شهر روسیه زکس کرد. همین حساب اسلام از طرف دین اسلام همین یگان نکاح میشه و نمیشه و یگان وای میکنه. چی کرد؟ متوجه نشدم. این کلمه روسی استفاده کردید، زنا کرد یعنی؟ نه زکس میگن که عهد نکاح دولتی. خب همین زنی دادر خدشه همین عهد نکاح همین روسی را کرد به خاطر که همین متوجه شدم به خاطر که همین پاسپورت همین شهر روسی را بگیره یاردم شد، طرف یاردم کردنش سوم نسپور است بسیار. چشم، در این مورد صحبت میکنم. الله سبحانه تعالی شما را استاد عزیز نگهدار باشه. سلام. دعا کنه. سلامت باشید. الله دوست می‌دارم ان شاء الله. الله مطالب کنه شما. برنامه آینده زنگ بزنم ان شاء الله. تشکر از شما، زنده باشید. از همین آخر شروع بکنیم. در قرآن کریم ما یک آیه داریم که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ادعوهم لآبائهم، اونها رو به نام پدرانشان صدا کنید. این آیه وقتی نازل شد که زید ابن حارثه رو، چون پسرخوانده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، مردم میگفتن که زید ابن محمد، یعنی زید فرزند محمد. الله سبحانه و تعالی منع کرد، گفت که ادعوهم لآبائهم، یعنی آنها را به نام پدرانشان بخوانید. وقتی که کسی می رود در یک کشوری، اولین مخالفت شرعی، امثال این برادری که سوال کردن که کسی میاد زن برادرش رو به عنوان همسر خودش یا به عنوان زن خودش در اوراق رسمی ثبت میکنه، اولین کاری که میکنه خب اسم پدر اون رو عوض میکنن. بالفرض اگر اسم پدرش و اسم خودش رو عوض نکردن، این یک فریبکاری است. یا به اصطلاح تاجیکی دغل‌بازی میگید، هر چی که میگید، و این برای یک مسلمان جایز نیست، ولو این که در مقابل کافر باشد، ولو این که در مقابل یک حکومت کفری باشد. برای یک مسلمان فریبکاری، جعلیکاری، دغل‌بازی جایز نیست که این کار رو انجام بدهد. ثانیاً در اون کشورها یک سری قوانین خاص برای زنها، برای زن و شوهر، برای خانواده و اینها وجود دارد.
شما با این کارتون سبب یک جنجال میشید. فردا اگر این حکومت خبر شد، یک نفر رفت شیطانی کرد، خبر کرد حکومت رو که فلانی زنش نیست، زن برادرش هست، یک جنجال بزرگ براش ایجاد میشه. خدای نکرده فردا مشکل برای شما ایجاد شد، شما مثلا فوت کردید، همین طرفی که رفته مثلا زن برادرش رو به عنوان زن خودش چیز کرده، در روسیه فوت کرد، از یک خانه ماند، یک ماشین ماند. حکومت چیکار میکنه؟ این خانه و ماشین رو میگیره، طبق قانون مدنی تقسیم میکنه، میده به زن. به کدوم زن میده؟ به اون زنی که در مدارک رسمی به عنوان زنش ثبت است. زن اصلی بیچارهش نمیتونه که به حقش برسه. و اون زن اصلیش اگر بره مثلا این شکایت بکنه، فلان بکنه، این یک جنجال بزرگی ایجاد میشه که شاید سبب بشه که مثلا همون شهروندی اونها رو هم کنسل بکنن، براشون مشکلات ایجاد بکنن. ثانیاً ببینید شروط نکاح در این که انسان بره مثلا در یک محکمه نکاح بکنه، پیش یک ملا، پیش یک قاضی اسلامی، یا در شهرداری بره پیش یک کافر نکاح بکنه، در هر صورت مادامی که ایجاب و قبول صورت بگیره، شاهد وجود داشته باشه، نکاح صورت میگیره. و در مسائل نکاح و طلاق اینجا شوخی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرمایند که 3 چیز است که شوخیش هم شوخی است، جدیش هم جدی است، و نکاح و طلاق از جمله این موارد است. این کار خوبی نیست، یعنی کار جالبی نیست، نباید این کار رو انجام بدن. بیننده از افغانستان پرسیده بودن در مقابل حکومت‌های مانند تاجیکستان که این گونه قوانین، اصلا کل موضوع برنامه صحبت در این مورد بود. گفتیم که هر کس در هر جایی که وجود دارد، در هر جایگاهی که هست، در مقابل قوانینی که بر علیه اسلام باشد، بر علیه دین باشد، باید مبارزه بکند. کسی که در پلیس است، کسی که در ارتش است، کسی که در حکومت است، کسی که عالم دین است، کسی که دعوتگر است، همه باید این قانون رو و در مقابل این قوانین کفری و ضد اسلامی باید مبارزه بکنن با آنچه که در دست دارن. فاتقوا الله ما استطعتم. تقوای الهی پیشه کنید، احکام الهی رو در نظر بگیرید، از نواهی الهی دوری بکنید تا جایی که می توانید. هر کس به اندازه استطاعتش مسئول است. امروز در قضایای امت اسلامی مانند قضیه فلسطین، قضایای امت اسلامی در سراسر جهان، همه ما مسلمان ها مسئول هستیم. هر کس به اندازه استطاعتش مسئول است. بیننده عزیزی در مورد ترجمه آیات پرسیده بودن. در ترجمه آیه 17 سوره واقعه بود فکر کنم که من اینجا خدمت شما عزیزان این رو بیارم. بله، الله سبحانه و تعالی میفرماید که در آیه 17 میفرماید که ان المتقین فی جنات و عیون، انسان‌های متقی و پرهیزگار در باغ‌های بهشت که نهرها در آن جاری است در آنجا می باشند. ادخلوها بسلام آمنین. الله سبحانه و تعالی به آنها میگه که وارد شوید به سلامتی و در امن و آرامش خواهید بود در اینجا. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. و میگه ما در آنجا، الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما در آنجا از سینه های آنها آن کینه ای رو که وجود داشت دور کردیم و آنها مانند برادرانی که در مقابل همدیگر بر روی تخت ها نشسته باشند. این در مورد اشاره به کسانی است که در این دنیا انسان‌های متقی بودن، هم این طرف متقی بوده هم اون طرف متقی بوده، اما رو بعضی از مسائل در بینشان کدورت بوده، کینه بوده، نسبت به هم دیگه چیزهایی در دل داشتن. الله سبحانه و تعالی چون هر دو طرف انسان‌های متقی بوده میگه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همون کینه و کدورتی که در سینه هایشان بوده اونها رو از اونها دور میکنیم، از آنها میکشیم
و اینها رو مانند دو برادر در تخت‌هایی که روبروی همدیگر هستند در جنت قرار میدیم. علما میگن این آیه میشه اشاره‌ای هست به اختلافاتی که بین بعضی از صحابه بوده، مانند اختلافاتی که بین ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بین سیدنا علی و بین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنهما، اختلافاتی که در بین اینها بوده. الله سبحانه و تعالی این اختلافات رو از اینها دور میکنه و اینها رو چیکار میکنه؟ در مقابل هم دیگه بدون اینکه کینه و کدورتی نسبت به همدیگر داشته باشند، در کنار همدیگر الله سبحانه و تعالی آنها را در آنجا قرار میدهد. در آیه 17 سوره واقعه که الله سبحانه و تعالی میفرماید که یطوف علیهم ولدان مخلدون، که بر آنها طواف میکنند. طواف کردن در اصطلاح عربی گشتن، یعنی در ای رفت آمد کردن. یک جایی رو طواف میگن، همین رفت آمدی که به اصطلاح دور کعبه میشه به اینم میگن طواف. مثلا در اصطلاح عربی میگن که مثلا یطوف علینا، یعنی ای رفت آمد میکنه پیش ما. یطوف علیهم ولدان مخلدون، یعنی جوانهایی که، کودکانی که در سن کودکی و نوجوانی هستند و به اصطلاح هیچ وقت نابود نمیشن، همیشه جاویدان هستند. یعنی الله سبحانه و تعالی اونها رو هر مشکلاتی، نیازهایی که داشته باشند در اونجا، خدمتکاران جوانی هستند که همیشه برای آنها خدمت میکنن. این در بهشت برای انسانهای متقی و پرهیزگار است. یعنی در اینجا اشاره به چند چیز است. یکی این که جوانها همیشه در خدمت کردن سریع و چست و چالاک هستند به اصطلاح. طبیعتاً دیده باشید مردم همیشه میپسندن که کارگرشون، رانندهشون یا کسانی که خدمتکارشون هستن در سن جوانی باشن. حتی بعضیا شرط میگذارن که ازدواج هم نکرده باشن، به خاطر اینکه زن داشته باشه، بچه داشته باشه. امروز بچه‌م مریض است، امروز خانمم میبرم دکتر، نمیتونه که مثلا وظیفه‌ش و کارش رو به درستی انجام بده. الله سبحانه و تعالی خدمتکاران نوجوانی رو در آنجا برای اهل بهشت قرار داده است که نیازهای اونها رو بگن آب بیار، غذا بیار، میوه بیار، نیازهایی که دارن برآورده بکنن. بعضی از انسانهای بیمار، چون میدونید که بعضیا که خودشون گرفتار یک بیماری و مرض باشن، فکر میکنن که همه انسانها مبتلای این بیماری هستن. بعضی از این ملحدین و کسانی که مخالف دین هستن این آیه رو میارن که بله در اونجا مثلا جوانها هستن و جوانهای خوشگل هستن و فلان، چون که این خودش بیچاره گرفتار همین مرض است، مرض لوطیگری است. فکر میکنه که خلاصه کل دنیا مبتلا به این مرض هستن و در بهشت هم همین از این خبر است، که این از ذهن بیمار این هاست. به خاطر همین این رو به عنوان یک شبهه مطرح میکنن در مقابل دین. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم محترم استاد. سلامت باشید، بفرمایید. استاد یک دو سخن داشتم، اجازه کنید اگر بفرمایید. استاد یکم مراجعت من به امام علی رحمان بود، اگر با اجازه شما بفرمایید. چطوری که استاد لایق شرعی گفته است تاجیک هم از دولت خود متهمم یا خطا شد تاجیک تولد شدنم، نمیدانم که چی درد آمد از در ملت ما که ما مدت 70 سال در تحت تصرف روسیه هستیم. خودم هموز در روسیه قرار دارم و در همین روسیه میبینه مردم چی کار میکنند. سالانه هزار مرده از اینجا به تاجیکستان میرود. درست. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که یک شتر گم شده بود، باید برآمده خودش میکرد. این امام علی رحمانو که قدر ظلمی که در خلق ملت کرده است، اگر سخن ما بهتر است امام علی رحمان همچون شهروند جمهوری تاجیکستان
صاحبی که خلقی خودتا او 100 میلیونی که سمالیاتی که خریده او 100 میلیون همه شد که 3 تا زواد 3 تا فابریکا که کشوی 10,000 خلق خود در تاجیکستان خدمت کنه در تاجیکستان خود کار کنه. من درباره قانونی که قبول کردن استاد اگر اجازه دید باید یک دو سخن دیگر را بفرمایید. بفرمایید. قانونی که قبول کردن چطوری که شما درس کردید در بالا بله. دختری هوای خودش آزاده رحمان با غیر ها خدا دروغ نکنه 7 دختر دارد. دخترای هوای لباس اروپایی میپوشن. درست. چرا دخترای خود تو گفتن نمیتونی مردم ها گفته استی. اگر این یکمش دومش که درباره لباسای ملی میگن اما شیم و کاستومی که همون خودش میپوشد این شیم و کاستوم از اروپا از امریکایی است نه اینکه از تاجیکان نه اینکه از مسلمان ها. این اختراع ما نیست که استاد. درست درست دقیقا. من گفتنی بودم به همون اموال رحمان که هر شب خود را بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی. یک سوال دیگر داشتم و مراجعت به عالمانی که هستند در جمهوری تاجیکستان بله. قرار دارن ای عالمان از الله ترس قدر علمی که شما داره علم باید شما وظیفه شما به مردم رسونده وظیفه شما که مردم بیدار کردن چطوره که شیخ حافظ شیرازی گفتند واعظان خود جلوه در بالای منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن مشکل دارم دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه چرا خودتون شما همین توبه کمتر میکنه اینه که مردم چی نمیکنه بدون نمیکنه. درست درست. مراجعت ما به مردم تاجیک مردم بلنگ به ناموس مسلمانی که هست تا حال مردم بلنگ به ناموس مسلمان زیاد در بین تاجیک ها استاد باور کنه نکنه من همه زیاده از 10 شهر روسیه ده فعالیت کردن. درست. مسجد قریب در هر یک شهر روسیه مسجد ها است. درست. در هر یک شهر تاجیکان زیاد هستند و از اون جمله که از ازبک ها در همون شهر زیاد هستند لیکن در مسجد تاجیکان زیادتر هستند. درست. از قفقاز ها از دیگر ملت ها تاجیکان زیادتر هستند. درست. مراجعت کردنی هستم گفتنی هستم که من اگر ما نشوان تنهایم تو اگر ما نشوی تنهایی چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانهش ویران باد گرچه امروز دو نیمیم و دو عنوان هستیم ما دو جسمیم ولی یک دل و یک جان هستیم ما همان بلخ و بخارا و خراسان هستیم همگی رو به یک قبله مسلمان هستیم ما اول مسلمانیم با تاجیک اول مسلمان. درست. مردم بیدار شده در این ظلمی وای در این ظلمی که رحمانوف کرده شده است استاد باور کنه نکنه من زیاده از 4 سال میشود در روسیه هستم. درست. زیاده از 4 سال نه پدرم رو دیدم نه مادرم رو من علمم میکنم. درست. و سپاسگزاری از شما سلامت باشید. خدمت در خلق ما میکنید و سخنایی که بهترینی که میگوید یا انشاءالله روز میرسد استاد انشاءالله ما امیدوارم روز میرسد که این مردم بیدار میشه. رحمانوف باید همین ستالین مثال باید باشه اگر استاد ستالین نشناسین. بله بله بله. ستالین میلیون ها مسلمان ها رو خاک و گور کرد. درست. خاک بود میلیون ها بعدی که فهمتی حتی یک مدت نگذشته همه هیکل هایی که داشت همه هیکل هایش رو شکستن. باز در روسیه یگان هیکل استالین وجود نداره. شهرهایی که به نام اون بود ستالین آباد و ستالینگراد و غیره و ها کذا شهرهایی بود حتی در هر یک خانه که صورت هوای بود مثل از رحمانوف کرده شده است. درست. همه آدم به همون بزرگی به اون معنا در نظر دارم که ظلمی که عجت خوبی هم کردگی عجت بدی هم کردگی یعنی که حکومت شوروی هم بقوت کرد یعنی مجموع مسعود MMDS 12% افزایش یافت. باید به همون بزرگیش
به همون قدر بزرگیش، یعنی که این قدر قدرتی در دستش داشت. بعدی که مرد همه چیز نابود شد. حتی هر یک خانه که در تاجیکستان یا که در هر یک مقامات حاکمیتی هست است که صورتش هست، امام علی رحمان فراموش نکرد که این صورت ها عیبن میروه. این هر یک چیزی که هست عیبن میروه. و روز تو مردنی هستی، والله بالله تالله روز میشه امروز نشد قیامت در من حتی میپرسم ای الله میپرسم که چرا این ظالم ما چی کرده، الله مجازات تیرا میخوام، این قدر خلق در عذاب های، این قدر استاد باور کنه در همه روسیه در تمام ملت قدر هست، در تاجیک نیست. در تمام ملت قدر هست، در تاجیک نیست. متاسفانه مثل استاد باور کنه نکنه من علم میبیم ملتی که چقدر یعنی که وقتش نبود میگه حاضی نه ما تا کی با بزرگان ما میفخریم، تا کی با بزرگان ما میفخریم، حافظ سعدی و عمر خیام و غیره و هکذا. ما حاضی هیچ کی نداریم. همین بزرگای ما یک وجب ریش داشتن، زنهایشان هم با حجاب بودن، نقاب داشتن، اصلا صورتشان پوشیده بود. الله برکتیتونه. من یک چیز دیگه گفتم، در جمهوری تاجیکستان سعی که ادبیات کلاسیک فارس میخونم، ادبیات کلاسیک موسیقی تاجیک. الله برکت آنتی همه چی یادآورش نمیم. ما میخونیم وقتی همون عکس‌های همایان ریش داشتن. درست. حتی اساسگذار دولت تاجیکان سامانیان یعنی سامان خدا ده، نه که شخصی که راج آنق داد اسماعیل سامانی هست. بله. با درجه بزرگ بود. همون شخص در هیکلش ایستادگی ریش داره، حتی وای ریش داره. درست. همون آدم وقتی که به همون پیش همه میگذره ایزانه میکشیده باشه، همون آدم دیده همون هیکل اول که ریش داد. حتی چه هیکلی که بین ابو عبدالله رودکی، اسماعیل سامانی، عمر خیام، صدرالدین عینی و غیره و ها کذایی که میبینه اول ریش دارن، اول رفتر ایشو باید نمیتون بشکو. درست. تشکر از شما برادر عزیز، الله مطالبستان کند. تشکر از شما. سلامت باشید. الله مطالبستان کند. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. دوستان عزیز اگر لطف بکنند عزیزان خیلی کوتاه صحبت بکنن، چون من نمیخوام صدای کسی رو در وسط صحبت ها قطع بکنم، اما عزیزان اگر کوتاه و مختصر صحبت بکنن. برای بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خوب هستید؟ سلامت باشید. تشکر از شما. استاد محترم از افغانستان آزاد صحبت. بفرمایید برادر عزیز. استاد در رابطه به حضرت موسی علیه السلام دو تا سوال داشتم اگر اجازه باشه. والله موضوع برنامه کجا، حضرت موسی کجا؟ یک سوال هست همین تو به ذهنم خطور کرده از شبکه‌های اجتماعی، دیدم اگر شما پرسان کنم. بفرمایید. در رابطه اگر فرصت شد جواب میدم انشالله. بفرمایید. مختصر است انشالله. در رابطه به سلی زدن حضرت اسرائیل است، وقتی پیش حضرت موسی یا حضرت موسی علیه السلام حضرت اسرائیل سلی میزنه، آیا این واقعیت داره؟ باشه. در این مورد غیر از این یک موضوع دیگه هم هست که میگن حضرت موسی علیه السلام به اصطلاح توتله بوده، یعنی بند میشده، خود صحبت کردن نمیتونسته. خاطر یک داستانی که میگن دست خود به آتش شروع کرده و به زبان خود زده، بعد از اون توتله شده. این هم واقعیت داره یا خیر؟ ببینید هر دو این روایات از روایات های بنی اسرائیلی است که در کتاب های سابق، در کتاب های بنی اسرائیل ذکر شده و در بعضی از مصادر اسلامی، بعضی کتب تاریخی و در بعضی از حتی متاسفانه بعضی از تفاسیر هم ذکر شده، اما به عنوان این که به اصطلاح نقل از مصادر بنی اسرائیل است. اما در این مورد هیچ آیه صریح و هیچ حدیث صحیح در دین مبین اسلام نیست برادر عزیز. یعنی این حتی بعضی از علما این موضوع رو مطرح میکنن به خصوص هست در تفاسیر. ببینید بعضی از تفاسیر ما، بعضی از تفاسیر چون بعضی از علما هم مفسر بودن هم مورخ بودن، هر چی که شنیدن ذکر کردن در زیر تفسیر، اما آنچه از تفاسیری که مطابق قرآن و سنت باشد ما را قبول میکنیم. بقیه اینا داستان هایی است که شاید هم صحیح باشد، شاید هم صحیح نباشد.
مطمئن نیستیم که صحیح است یا نیست. نه، چون ببینید صحیح برای من آنچه که در قرآن کریم و در سنت صحیح پیامبر آمده است برای من صحیح است. متوجه شدید؟ به عنوان یک مسلمان برای من صحیح است. اما غیر از اون، از روایت های تاریخی که خاصتا از مصادر یهود و نصارا آمده باشد، در بعضی از تفاسیر و کتب تاریخی ذکر شده باشد، صحت و سقمش رو انسان نمیتواند تایید بکند و برای من اصلا مهمم نیست که این صحیح هست یا نیست. چون بعضی هم تو شبه مطرح میکردن، مسخره میکردن، از اون خاطر گفتم از شما پرسان کنم. او از این چیزا هر کسی که مطرح میکنه بگید دلیل بیار. مثلا آیا در قرآن کریم همچین چیزی آمده است؟ آیا در حدیث صحیح همچین چیزی آمده است؟ اگر آمده است دلیل بده، برای ما بگو که در فلان کتاب فلان صفحه فلان جلد. چون همه این کتب احادیث و تفاسیر ما همه اینا غربال شده است، همه اینا تحقیق شده است و آنچه که از اسرائیلیات معروف هست در کتب تفسیر آمده است، به معنی این نیست که علمای ما، مفسرین ما تابع بنی اسرائیل بودن یا علم از بنی اسرائیل گرفتن. چون در باره همین آیات مثلا یا بعضی روایات مسئله‌ای بوده در مصادر یهود و نصارا بوده به عنوان نقل ذکر کردن، مثل این بوانه که مثلا شما امروز میخواید تاریخ افغانستان رو ذکر بکنید 30 سال گذشته رو، بگید مثلا جورج مایکل یک نویسنده آمریکایی هم در این مورد فلان چیز گفته است. حالا این چقدر صحیح است یا صحیح نیست این دیگه به گردن خود جورج. زنده باشید. تشکر شما. بیننده عزیز از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد جان بخش مستقیم است. بله بفرمایید. الله سبحانه و تعالی شما رو حفظ فرماید. سلامت باشید. شما هسته و الحمدلله در تمام این سالها هرچی که به سر ملت تاجیک آمد صدای شما الحمدلله همیشه بلند بود. الله سبحانه و تعالی شما رو حفظ بفرماید. سلامت باشید. چند نقطه در برابر این قانون، این نه اولین قانون و نه آخرین قانونی هست که خصوصا در تاجیکستان بزید دین قبول کرده شد. فقط یک چیز رو برای شما بگم برادر عزیز، ان شاء الله دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بعد از این نه این رو پایدار بدارد و نه به این فرصت بدهد که قانون دیگری علیه اسلام در تاجیکستان پیاده بکند. یا رب همه ایتان دعا بکنید و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به سبب همین قانون اینها را نیست و نابود بکند. بفرمایید. شک نیست استاد گرامی که الله سبحانه و تعالی خودش حافظ دین است، اما الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. درست. تا زمانی که خود این ملت باز چاره ناندیشن، والله اعلم، اما پیشنهادی من با کل برادرها است که امروز دیگر روزی تفریقه نیست، امروز دیگر روزی جداگی نیست. بیایید در هر جایی هستیم اول به دین بر بگردیم. استاد گرامی، واقعا اگر ما اول خودمان به دین بر بگردیم، چگونه که در روزهای جمعه الحمدلله کل مساجدهای تمام روسیه پر از نمازخوانهای تاجیک هست، همین گونه غیر روزهای جمعه در هر جا که هستیم فقط 5 وقت نماز ما در وقتش بخوانیم. و اصل این اگر همین گونه ما بر بگردیم، الله سبحانه و تعالی ما را در آینده کمک میکنه ان شاء الله همه اینها را از بین میبریم. استاد گرامی، با واقعیت اگر نگاه بکنیم، اینا اگر میدانستند که حداقل 30% 40% جوانان تاجیک واقعا دنبال دین هستن، اینجا هیچگاه وقتشون جرأت نمیدارن که قانون ها قبول بکنن. اینها میبینن که روزهای جمعه بعضی مساجدها پر است و در نماز بامداد در مساجد کسی نیست. اونهایی که اجازت میدهن هیچ کس نیست استاد گرامی در مساجد. اینها رو اونها میبینن با چشم سرشون و همون خاطر اینقدر جرأت پیدا کردن، اینقدر قانونهای زشت به ضد اسلام قبول کردن. اگر ما واقعا خودمان اول به دین بر بگردیم، خودمان واقعا، من که در بین جوانان تاجیک هستم، خصوصا در روسیه، خصوصا جوانی که در اینجا هستن، اگر واقعا ما اول خودمان به دین بر بگردیم، ان شاء الله که
اینها همه برطرف می شود. خاطر اول ما فکر میکنم در درجه اول ما خودمون اول باید به دین بدیم، بر خودمون اون گونه که دین از ما میخواه اون گونه باید به دین زندگی بکنیم. انشاءالله که همه اینها برطرف می شود. انشاءالله. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، اولش که ما از تاجیکستانه. بفرمایید. خوشحالی که با همراه شما هم صحبت میشه. سلامت باشید. همین روز خداوند شما را نگهبان باشه. همین روز بذار دین همه قرار برای حجاب امروز شد. امروز همه کارکنه امنیتی اونا در مسجد پلاستیک میگم مسجد کلان در همین روسیه ایده همه در مسجد کلان همین مسجد درست. اونجا امنیتی آمدن امنیتی رو همه قصیده سنگو آمدن خدمه همه برابر قدیشه بعد نماز جمعه را خوندن سلام خیر سنت پیغمبر خطیق شبویم بورگویی کردن خیر خداوند نماز این را قبول کنه همه را با ایمان نصیب روزی کنه با ایمان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. آمین. ولی بود آمد نمیخه شیمی داری امنیتی دارده میسازیم قدی رنگی ما وری میسازیم پشتگنه آمد بود که شما برادر اما برای شما پرسیدنده که شما قدی استاد محمد انصاری هم صحبت بودین خیلی بسیار کار خوب استاد خوب ایسوسته کنم که خیلی بود که همین برای چی پرسیدن میسازیم برای اسلام در شما چی خیلی الحمدلله ما مسلمانیم چی خیلی که الله برای ما را فرض کرده ما فرض پروردگار ما در اگران هم فرض هم واجبه ما خواهیم نخواهیم باید کار کنیم شما قطعه هم صحبت نشین و در دیگر پشت شما را دیگر دانگن در پشت پرده قطعه شما و در پشت پرده و دیگر کارو دیگر شما را با تروریسم با اکستریمیسم با نمی چیزا پیشان میکنن که شما کاری را کنین او را نگاه گوش نکنین او همه باشن همه پاکستان خواندگیان او همه دست میتن برای ترور میکنی و ترکیش میشه و اون هم آدمایی که در مغازه کلان در نوبا نزدیکی در کروکسیتی میگن در همونجا ترکیش همون کشلوشی همه هم شاگرده همه بودم من گفتم بشی یکمش اولش که خداوند شما را هدایت کنه برای کارتان شما چی قدر در دور حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله شما بودین هم خیلی آدم‌ها رنگ شما بودن اگر همون استاد محمد انصاری اگر تروریست باشه ما داغم همون رنگ همون تروریست شم من داغم رنگ همون شهید شم در الله همون که تروریست باشه من باید تروریست شم یا تروریست نیستم یا دشمنای شما دشمنای بودین برای همون قدر گفتم همه وقتی که حضرت علی رضی الله عنه قتیل معاویه بغاوت کردم انا شما بودین در همون جانب بغاوت داشتین درست انا صحابه را شما کشتین وقت شما بودن شما لعنتی و یهودی ها شما کشتین انا بودن درست یگان مسلمان هیچ وقت پروردگار خودش میگه که ای اهل ایمان شما یک برادرتون میگه که سخن سخت میزنه دل همون میرنجه ایلاش کنید که شما همون بخشش بسنگه همون برادر شما شما روزی شود الله میگه که شما اگر کشتار کردین همون را شما روزه بگیرین میگه شما میگه که خیر کنین میگه صدقه کنین برای اتفاق کردین که الله شما را روزه بخشه استاد عزیز اگر اون میپرسم اگر ما مثال بگم او قدر مثال بگم آدم بسوادی نیستیم که قطعی شما در بوره گاب زدن در نه یک حلیمه گب شما در ما مثال بگم سلامت باشید همین رقم های ما را چی شوه بنایستن در یک جا بگیره بعد همین کم تره یک چیز دارم قطعی شما هم صحبت چم بسیار خوب دوستان بسیار خرسان بنده قطعی شما هم صحبت شدیم من دیگه خرسانی ما حیالیان مونده چه گاب زنم نمیدونم ده برام قدر اکی جزا بشه بگم من به هم در تلویزیونم
سلامت باشید. سلامت باشید. انشالله دوستان شماره شما رو یادداشت خواهند کردن، یادداشت میکنن شماره شما رو انشالله. سلامت باشید. شما چشم مرا روی کردن که من خیلی استاده هستم، من بسیار آرمانا دارم که در انشالله با هم خدا جهات اسلام خریب اومده مرا شما از بهترین بنده‌های خدا واقعا بیاورید. من شما را به حضر باز میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. من گوش میکنم در در ویسول هست، در در ویسول خدا رحمتشنا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه ما او حدیث شما رو صحبت میکردیم. هر گونه شما صحبت میکنیم من گریه میکردم برای شما میگم وای بر حال ما اسلام که ما تاجیکان مسلمان میگیم، لیکن ما یک مسلمان زبانی مسلمان قلبی نیستیم. عقیده ما مسلمان نیست، ما را زبان ما مسلمان شیعه. الله مطالبستان کند برادر عزیز. انشالله با هم خدا ما اگر خدا رحمت کنه استاد عزیزه نصیب دیدار ما نبوده ما قدر شما انشالله با هم رو به نزدیک افغانستان آمدنی هم ما قدر شما باید رو پرو گفت دارم انشالله مردم جاهل تاجیکستان هم باید همه شنه بگم برادرای تاجیکستان همون جاهلات هم بگم ای کارکنه امنیت روزی بدی داریم معمر قذافی 40 سال در لیبیا مثال مردم از گشنگی به سری دخت جوشی دیجو این افغان که اومده همون شهرمونی هستی دیگه و دیگهش در سر شما نیست یک قدرت دیگه هم نیست خیلی قدرت رو میشه قدرت دیگه انشالله باید رو قدرت لا اله الا الله را بیرت که الله مهربان پیغمبر رسیدگه که دین اسلام لا اله الا الله را بیرت شعلیش میشه همون بیرت باید در سرزمین های خدمت آسیا میانه انشالله باید بیرت باید بخیزه درست. انشالله زنده باشید برادر عزیز. الله مطالبستان کند. انشالله. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز باور میکنین 7 یا 8 مرتبه دارم تماس میگیرم نمیشه وصل بشم. گفتم این برنامه فقط برای اهل تاجیکستان باشه که من نمیتونم وصل بشم. سلامت باشید بفرمایید برادر عزیز. ببینید من کلیپ های قبلی شما رو هم دیدم و استاد عبدالرحمن فاطمی فقط نگاه کردم که یکی از مولوی های تاجیکستان به نام آقای مرزا بله ایشون گفتن یعنی ما در شهر دوشنبه بیشتر از 500 مساجد داریم، همیشه 5 وقت نماز میخونیم. یعنی میگن اسلام در تاجیکستان آزاده. فقط یک آیه را من الان میخوانم، خواهشان اگر جرأت داشته باشن در صحبت بعدیشان همین آیه را ترجمه بکنن، البته به قول شما ماسمالی نکنن، بدون ماسمالی همین آیه را ترجمه بکنن که اگر حکومت چیزی نگه مطمئن میشیم که در تاجیکستان اسلام آزاده. خداوند در سوره المائده آیه 44 میگوید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. فوراً برچسب تکفیری بر من ندارید. من تفسیر ابن عباس را قبول دارم. شما با همین روش تفسیر ابن عباس همین آیه رو خواهش میکنم در صحبت بعدیتون ترجمه بکنید، تفسیر بکنید. به قول استاد انصاری ماسمالی نکنید. اگه حکومت برای شما یعنی ضرر نیاورد شما را آزاد گذاشت مطمئن میشیم که تاجیکستان کشور آزادی است. به قول دیگران اگه این آیه رو ترجمه نکردید مطمئنیم که کشور شما کشور دیکتاتوری است. بیشتر این حرف زیادی نداشتم، فقط میخواستم پیام خدا به حاجی میرزا برسونم. تشکر از شما. این آیه را مطمئنا در صحبت بعدی حتما ترجمه بکنید. من انتظار میشم. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. الله مطالبستان کنه. یک تفسیر آیه 17 تا 20 سوره احقاف رو یک از دوستان عزیز پرسیده بود، من فراموش کردم. الله سبحانه و تعالی در سوره احقاف از اصل ماجرا از آیه تقریبا 14 و 15 شروع میشه که الله متعال میفرماید که وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما انسان را وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی بکند. و حملته امه کرها و وضعته کرها،
مادرش اون رو به دشواری در شکم برداشته و به دشواری او را به دنیا آورده است، تا که الله متعال می‌فرماید که ان اشکر بنعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا، تا آیه 16 که الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می‌کند که خدمت شما عزیزان این رو هم بیارم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. اینا گروهی هستند کسانی که از آنها نیکوترین اعمالشان را که انجام دادن میپذیریم و آنها را که از اصحاب جنت هستند، یعنی وارد جنت میکنیم. بعد از صدق الذی کانوا یوعدون، این وعده راستی نیست که بدان وعده داده شده بودند. بعد از اون در آیه 17 والذی قال لوالدی اف لکما، الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکند که در مقابل این گروه نیکبختی که به پدر و مادرشان احسان میکنند، گروه ستمگری قرار دارند که الله سبحانه و تعالی در بیان حال آنها میگوید که کسانی هستند که به پدر و مادر خود اف میگویند. کلمه اف کلمه زجر است، یعنی الله سبحانه و تعالی در آیه دیگری هم ما رو بر حذر می‌داره که به پدر و مادرانتان اف نگویید. یعنی یک مثلا کسی به فرزندش بگه که بلند شو مثلا یه لیوان آب بیار، اف خسته شدم، یا بگه همین اف خالی بگه، این کلمه الله سبحانه و تعالی منع کرده. یعنی وقتی پدر و مادر چیزی میخوان، امری میکنن یا حرفی میزنن، انسان در مقابل اون اظهار ناراحتی، اظهار زجر، اظهار اندوه نباید بکنه. اما در آیه دیگری که الله سبحانه و تعالی میگه که ولا تقولوا لهما اف، در مقابل پدر و مادرتان اف هم نگویید، در این آیه کسانی که اف میگویند یعنی احساس ناراحتی و زجر میکنند در مقابل حرفهای پدر و مادر، وضعیت اونها رو بیان میکنه که کسانی که به پدر و مادر خود اف بر شما گفتند، کلمه ای که شخص گوینده در انگامی صادر میشه که دلتنگ شده باشه، ناراحت شده باشه از اون حرف. و الله سبحانه و تعالی میفرماید که آیا به من وعده میدهید که زنده بیرون آورده میشوم؟ یعنی آیا به من خبر میدهید که بعد از مرگ در موعد مقرری از سوی الله سبحانه و تعالی برانگیخته و از قبرم بیرون آورده میشوم، در حالی که این کاری است بعید و سخت و از باور بدور؟ آیا بعد از مرگ هم زندگی هست و حال آنکه پیش از من نسل‌های بسیاری گذشتند و از آنان احدی برانگیخته نشده است و آن دو به درگاه خدا استغاثه می‌کنند؟ یعنی پدر و مادرش با فریاد و زاری از خداوند می‌خواهند که او را به ایمان توفیق دهد. یا معنی این آیه این است که آنها از این سخن ناروای وی به درگاه الله سبحانه و تعالی فریاد برمی‌آورند و به فرزندشان میگویند وای بر تو، ایمان بیاور به زندگی پس از مرگ. بیگمان وعده الهی راست است و هیچ خلافی در آن نیست، ولی او در تکذیب سخنانشان پاسخ میدهد اینها جز افسانه های پیشینیان نیست. یعنی آنچه که شما درباره زنده شدن بعد از مرگ میگویید جز افسانه ها و دروغ بافی هایی که پیشینیان در کتاب های خود به هم بافتن نیست و زنده شدن بعد از مرگ در حقیقت سخن باطلی است که عقل آن را نمیپذیرد. یعنی یک محاوره بین پدر و مادر و فرزندی که ایمان به الله سبحانه و تعالی ندارد. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. این گروه یعنی گویندگان این سخن ناروا، کسانی که قول بر آنان ثابت شد، یعنی اعتراف کردن، یعنی به اصطلاح دلیل بر آنها، حجت بر آنها قائم شد، یعنی عذاب بر آنها واجب شد. شاید مراد از قول در اینجا این سخن الله سبحانه و تعالی به ابلیس باشد که لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین،
یعنی جهنم را از تو و کسانی که از آنان که از تو پیروی میکنن همگی پر میسازم. در جمله امتهایی که پیش از آنان از جن و انس گذشتن، فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، یعنی عذاب بر آنان واجب شده است، پس آنان در این امر به امتهای کافر پیشین ضمیمه میشوند که انهم کانوا خاسرین، که آنها هم از جمله زیانکاران هستند. و الله سبحانه و تعالی در آیه 19 میفرماید که ولکل درجات مما عملوا ولیوفینهم اعمالهم و هم لا یظلمون، و برای هر یک بر حسب آنچه که انجام دادن درجاتی است، یعنی برای هر یک از دو گروه مؤمن و کافر، جن و انس، نزد الله سبحانه و تعالی در روز قیامت مراتبی است و تا اعمالشان را، یعنی جزای اعمالشان را به تمام و کمال بدهد و آنها مورد ستم قرار نمیگیرند. پس نه از پاداش مؤمنان کاسته می شود و نه بر عذاب کافران افزوده می شود. بعد از اون در آیه 20 الله سبحانه و تعالی اوضاع میدان حشر رو بیان میکنه که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، که آن روز که کافران بر آتش عرضه می شوند، یعنی روزی که پرده کنار زده می شود و کافران به سوی آتش دوزخ می نگرند و به آنها نزدیک ساخته می شود. به قولی معنی این است که روزی که آتش بر آنان پیش کرده شود. آری، در آن روز به آنان گفته می شود نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان ضایع کردید و از آنها برخوردار شدید، یعنی در نافرمانی خدای سبحان از شهوات و لذتها پیروی کردید و به سبب دروغ انگاشتن آنچه که پیامبران علیهم السلام از وعده حساب، عقاب و ثواب آورده بودند از ارتکاب گناه پروا نداشتید و خرمی و جوانی و نیرومندیتان را در شهوات دنیایتان تباه کردید. در این آیه کریم الله سبحانه و تعالی فرجام کفار رو بیان داشته است و این حقیقت را روشن می‌سازد که بهره برداری آنان از نعمت‌های دنیا به خاطر آن است که در آخرت از آن محروم گردند و این اقتضای عدل الهی است. یعنی کسانی که در این دنیا در ناز و نعمت زندگی کردند، الله سبحانه و تعالی را فراموش کردند و زندگی کوتاه دنیا را در مقابل زندگی جاویدان آخرت به اصطلاح خریدند، این انسان‌ها عادلانه این است که در اون جهان بی بهره بشن از نعمت‌هایی که در جنت الله سبحانه و تعالی آماده کرده است. و برعکس انسان‌هایی که زندگی کوتاه دنیا رو در مقابل زندگی جاویدانگی آخرت فروختند و نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نکردند، به کسی تجاوز نکردند، تعدی نکردند، حرام نخوردند و پرهیزگاری پیشه کردند، الله سبحانه و تعالی در مقابل این صبر و تحملی که در این دنیا انجام دادن، در اون دنیا اونها رو چیکار میکنه؟ براشون نعمتهای فراوانی رو در بهشت آماده میکنه. برای بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستی؟ صدای سلامت خوب است؟ الحمدلله، سلامت باشید. حالا یک قدر مشکل از دادم. بفرمایید برادر عزیز. اولا خواهش میکنیم که همون یک لینک مونه که با واسطه یوتیوب صحبت کنه که باور که 80 برزه هم زدم. چشم حتما انشالله هفته آینده به یاری الله متعال. تو یک دست خواهیم ببرم انشالله. بفرمایید. بفرمایید. استاد باور کنید شما خودتون خوب بدونید که مقصد مردم تاجیک ما شما را به حد دوست میدارن، احترام میکنن، همه برنامه‌تون رو تماشا میکنن. لیکن من یک چیز هم نفهمیدم. شما گفتین که با علما عذر بودین. چه خیلی ما با عذر بودیم که در حالتی که اینا از همینا دفاع میکنن. یا چه خیلی بفهمم. بله، من نگفتم عذر میدهیم به اونها. من نگفتم عذر میدهیم. من عرض کردم که آنها در زندان هستند، مجبور هستند و به اونها زنگ میزنن، اونها رو مجبور میکنن که این صحبت ها رو بکنن. متوجه هستید؟ اما اگر اونها در مقابل این ظالمین و ستمگران حق را بگویند و حتی همون آیه را هم ذکر کردم که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار،
این رو هم ذکر کردم. من اونها رو معذور نمیدانم، یعنی برای آنها عذر قائل نیستم، اما این حالتشان را بیان کردم که یعنی امروز همین آجی میرزا رو اگر که زور و ترس و حکومت نباشد، باور کنید در سن منبر چنان صحبت خواهد کرد بر علیه همین قوانین که میگید الله اکبر. اما سبحان الله، حب دنیا و کراهیت الموت امروز چیکار کرده است؟ دهن اینها را بسته است. این امروز در کنار ظالمین قرار میگیرن. اکنون چی بگیم ما بینا؟ نه بگیم شما چی بگیم بیان ما؟ خودی هم خواب کنیم بستیم، چو کنیم اکر؟ خواب کردنی شدن در برعکس دفاع میکنن. چو کنیم و مردمی که 4 میلیون مو در آسیا رنگ سگ بوری از آب کشیده میگردن، ایست در اروپا، ایست در آسیا، چو کنیم اکر بیان؟ چی بیان حضور بتین؟ با کدام رومو؟ چی بگیم بیان صوت بکیم یا چیه؟ من اگر شما از اول برنامه صحبت‌های من را شنیده باشید، من عرض کردم ببینید هر کدام از ملت تاجیکستان تک تکشان در مقابل این ظالمین، در مقابل این ستمگران، در مقابل این طواغیت مسئول هستند. هر کس به اندازه استطاعت خودش باید جهاد بکند. هر کس به اندازه استطاعت خودش باید مبارزه بکند. الله سبحانه و تعالی پیروزی و نصرت رو نصیب مظلومان بکنه در تاجیکستان و شر این ظالمین را سر ملت تاجیکستان دور کند. برنامه الله حسود همین اویلم و زنگ بزن پدر مادر میترسن بیرون ببرن، یک بزرگ و یک اونجا میترسن، حراس دارن. سبحان الله نمیدونم چی کنه. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. یک چیز دیگه آخرون سخن بگم مسعود کردم جا در کامنتو نمیدونم تو چیکار بیشتر داشتم کسی که زنتون همین انصاری فلان کنه و خواهرتون انصاری را تیم فلان نمیخواد داشتم کسی اس با همین سگا خطاب کردنیم که از الله بترسیم. انشالله که جواب میگیدن از الله دهید دنیا هم جواب نفتیدن از الله نگید. انشالله جواب میتین داشتم کسی هم ده مقصد. چشم، در این مورد هم صحبت میکنم برادر عزیز. الله احسان کنه، خیلی دوستان رو داریم سوجان. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. یک سوالی بود، یک بیننده عزیزی یک روزی تماس گرفته بودن به شکل خاص اینو پرسیدن که آیا خوب است که ما الان برویم در تاجیکستان در اونجا زندگی بکنیم، در مقابل این ظلم و ستم ایستادگی بکنیم؟ حالا این صحبت این برادر عزیزمان، بله، امروز نصیحت من به عزیزان، به جوانان تاجیکی که امروز مهاجر هستند در کشورهای مختلف، اگر مشکل سیاسی ندارید، اگر مشکل حقوقی ندارید، بروید در تاجیکستان. اگر امروز تاجیکستان از جوانان با غیرت و با ناموس خالی شده است، بروید شما جای خالی آنها را پر کنید، ایستادگی بکنید. ببینید من بارها تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، عزت، شرف، آبرو این رو در بازار نمیفروشن، والله آنلاین نمیفروشن که شما وارد سایت آمازون شوید 1 کیلو غیرت، 1 کیلو شرف، 1 کیلو آزادی، 1 کیلو عفت، 1 کیلو مجد و عظمت از اونجا بخرید و اونا بیارن در خانه شما بگن در مقابل مثلا $100 این چیزا رو خریدید بفرمایید و شما اونا رو بگیرید بپوشید. عزت، شرف، سربلندی با مبارزه، با خون، با جهاد، با شهادت الله سبحانه و تعالی به انسان نصیب می کند. ملتی که در مقابل، من گفتم امروز این قانون از دیروز که نیست، از پریروز که نیست، از سال 2010 تقریبا شروع شد. از سال 2000 تقریبا شروع شد. آیسیس شروع شد. اول گفتن یک کمی چیزی گفتن، مردم چیزی نگفتن. مساجد گفتن که این رقم بکنید، مردم چیزی ریش یک کمی گفتن کوتاه بکنید، مردم چیزی نگفتن. نمیدونم اینو بپوشید اونو نپوشید، مردم چیزی نگفتن. بعد مساجد رو بستن، مردم چیزی نگفتن. مدارس دینی رو بستن، مردم چیزی نگفتن. گفتن که بچه‌هاتون قرآن نخوانن، مردم چیزی نگفتن. بعد از اون گفتن لباس سیاه حجاب نپوشید، مردم چیزی نگفتن. امروز آمدن گفتن اصلا حجاب نپوشین. و فردا اگر امروز هم مردم ساکت بشینن، فردا خواهد گفتن که زنهایتان بدون لباس هم بیرون بیان. بعد اون وقت میتونید بگید نه، چون که شما مرحله به مرحله ذلت رو قبول کردید.
ملتی که ذلت رو ای تینجی باشد، آرامی باشد، بعد از اون میترسانن نه شما را. بله اگر شما مخالفت کنید مثل افغانستان میشوید. چرا نمیگید که اگر مخالفت کردید مثل ترکیه میشوید؟ ملت ترکیه در مقابل ظلم، استبداد، دیکتاتوری، دشمنی با دین مبارزه بردن، ایستادگی کردن، امروز پیشرفت کردن، امروز ترقی کردن. امروز ترکیه در دنیا حرف اول رو میزنه. با وجود همه مشکلات، سختی هایی که هست، هر چی که بگید درست هست، اما امروز ملت ترکیه، امروز دختر یک ترک با حجاب، با برقع، صورتشو بپوشانه، نقاب بزنه، حجاب بپوشه، سیاه بپوشه، سرخ بپوشه، هر رنگی که بپوشه، کسی حق نداره بگه بالای چشم دبروس. باور کنید کسانی که امروز به حجاب زنهای ترک گیر بدن، حرف بزنن، هر کدامشون 5 سال 6 سال زندان میندازن. چرا؟ چون مردم ایستادگی کردن، چون مردم مبارزه بردن. این نیست که در گوشه خانه بشینید و مردم آزادی و حریت و مبارزه و شرف و مجد و عظمت رو به شما بدن. امکان نداره. پس باید برگردن جوانان، جای خالی اون انسانهایی که غیرت و شهامت و مردانگیشون رو از دست دادن، جای خالی اونها رو پر بکنید. چون غیرت کشی، ناموس کشی، این یکی از پروژه هایی است که، یکی از برنامه هایی است که همین میدیا، سوشل میدیا، کانال ها و به اصطلاح مطبوعات غربی این رو در بین کشورهای اسلامی رایج میکنن. امروز یک دختر تاجیک میکروفون دستش میگیره در خیابان، سوالات سکسی میکنه از جوانهای امسن و سال خودش، بعد اینو به شکل کلیپ در تلویزیون ها و در سوشل میدیا پخش میکنن. هدف چی است؟ هدف غیرت کشی است. شما باورتون میشه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از یک طرف با مردم، با کسانی که بر علیهشان می جنگیدن، با مجاهدین می جنگیدن، از طرف دیگر در بین مردم افغانستان مجله‌های سکس، افلام سکس، کانال‌های سکس و فسق و فجور رو رایج می کردن. چرا؟ چون از یک طرف میخواستن مجاهدین رو از بین ببرن، از یک طرف میخواستن غیرت و شرافت و عزت مردم رو از بین ببرن. چون وقتی در یک جامعه غیرت کم شد، بی‌حیایی به اوجش رسید، عزت و شرف از بین رفت، زود می شود اون جامعه رو مسخر کرد، زود می شود اون جامعه رو اشغال کرد. به خاطر همین در هر دو سنگر اونو فعالیت می کردن. و اینکه دوست عزیز میفرمایند که بعضی از بینندگان تاجیک در یوتیوب فوش میدن، ناسزا میگن. ما از قصد عمدن کسایی رو که فوش میدن، توهین میکنن، اینها رو بلاک نمی کنیم. چند گروه هستن. یکی شیعیان هستن، شیعیان رافضی. اینها دارن شیعه‌گری خودشون رو نشان میدن. یعنی هر کسی که ببینید که از شیعیان که فوش میده، یعنی داره اخلاق یک شیعه رو داره به نمایش میگذاره و این بهترین کار است به خاطر ایجاد نفرت نسبت به روافض در دل اهل سنت. و ما میگیم دستان درد نکنه، بیشتر از این فوش بدین تا اهل سنت چهره واقعی شما رو بشناسن. چون من بارها میگفتم در برنامه که اینها اینطوری هستن، بد اخلاق هستن، بی تربیه هستن، مردم اکثرا باورشون نمیشه. نه والله شیعه مردم خوبی هستن. ببینید کامنتاشون رو ببینید، بخوانید که شیعه چی است، این اخلاق خودشون رو. دیگه همینایی که طرفدار مذهب انسانیت و حقوق بشر و حقوق انسان، اخلاق و تربیتشان رو ببینید. و ما عمدن اینها رو میگذاریم تا اینا رو شما بشناسید که اینها تربیت پدر و مادرشان، تربیت خانوادهشون، اخلاقشون، علمشان، منطقشون، وقتی که جواب ندارن، وقتی که به اصطلاح با اصول و با آداب نمیتوانن بحث بکنن، شروع میکنن به فحش دادن و توهین کردن. و این نشاندنده تربیت پدر و مادرش هست، نشاندنده اخلاق خانوادهش هست. چون اگر پدری داشت، اگر مادری داشت و اگر که اینا رو پدر و مادر حداقل مؤمن و مسلمان، نه پدر و مادر انسان اینا رو تربیت میکرد، هیچ وقت نمی اومدن در سوشال میدیا به کسی فحش بدن، توهین بکنن، اهانت بکنن. اینها دارن به اصطلاح همون ماهیت خودشون رو به نمایش میگذارن. گروه دیگر گروه صوفیا هستن. صوفیا، من بعد از بحث با یکی از این صوفیا دیدم که واقعا سبحان الله، یعنی صوفیا هم در فحش دادن، توهین کردن، اهانت کردن کمتر از روافض نیستن. و گروه دیگر گروه تنظیم پرستا، حزب پرستا، رهبر پرستا هستن. همین طرفدارای حکمتیار و حزب اسلامی رو دیدیم که بعد از اینکه چند نقد علمی
در مورد سخنهای اشتباه و غلط رهبرشان در بعضی از برنامه داشتیم، آمدن چه توهین‌ها و اهانت‌هایی کردن که واقعا در یک از برنامه گفتم کاش که حکمتیار صاحب یک برنامه‌ای میگذاشت برای اخلاق اعضای حزب اسلامی تا یک کمی اخلاق و ادب رو یاد میگرفتن، در صحبت‌هایشان استفاده میکردن. به هر صورت تماس دیگری رو خواهیم گرفت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت کنید برادر عزیز، بفرمایید. استاد عزیز بخشش به شما یک سوال دارم. بفرمایید. همین در یک جو کمتر بحث شد و مبین دیگه مقصد نشکرونیکی وای همون مقصد خریستیان بود گفت که شما گفت مسلمان ها اما خودتون گفت از دیگه دین ها مولو میدونید. من فهمودم که در اون ما خیلی نیستیم. گفت که من در خیلی آدم که بون خودم من مقصد گفتم که اگر کدام آدمی که خودش از دیگه مقصد دین بالا دونیست، کدام مسلمانی که خودش از دیگه دین بالا دونیست، تو مقصد همه بود که تو مسلمان نیستی. همین چی حکم دارد؟ ببینید ما از نگاه نژاد، از نگاه قوم خودمان را از دیگر ادیان برتر نمی‌دانیم. دلیل برتری ما بر همه ادیان این است که ما به موسی علیه السلام ایمان داریم، به عیسی علیه السلام ایمان داریم و به خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داریم. ما به تورات ایمان داریم، به انجیل ایمان داریم، به قرآن کریم ایمان داریم. الان من مسلمانی که مثلا به 3 پیامبر موسی، عیسی و محمد علیهم صلوات و سلام و به تورات و انجیل و قرآن ایمان دارم و یک یهودی که فقط به موسی و قرآن تورات ایمان دارد و به یک مسیحی که فقط به عیسی علیه السلام و انجیل ایمان دارد، کدام ما بیشتر هستیم، بالاتر هستیم؟ منطقی. موبایل همین خودمون همین سوال من مقصد در بچه هم گفتم مقصد میگن که یک بچه کمتر مدنی گوش میکند مقصد وای خیلی گفتی نه ما گفت مقصد که همه چی بالا هستیم. من گفتم در یکون جای مقصد قرآن یکون حدیث آمدگی نیست که امتوی محمد همه چی بالا بخوام. در یکون جای نیست که خیلی حدیث میگوید نه حدیث هست، میگوید ما از دیگر امت مثال از دیگر دین میگوید ما باید بالا دونیم، باید گردن خودمون هم وقت بالا کرده گردیم. ببینید ما به خاطر اینکه یعنی قوم هستیم، یک قبیله هستیم، یک زبان هستیم، خودمان را از دیگران برتر نمیدانیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما به خاطر اینکه ما موحد هستیم و پیروی از ایمان به پیامبران الهی موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و دیگر پیامبران الهی و محمد صلی الله علیه و سلم داریم و دین همه پیامبران اسلام بوده است، به خاطر این ما از نگاه عقیده من نسبت به دیگر امتها برتر هستیم، به خاطر عقیده توحید و یکتاپرستی ما، به خاطر که دین ما تحریف نشده است و کتاب ما تحریف نشده است. تشکر از شما برادر عزیز. رحمت استاد عزیز اکرم سوال همین دین در یک برنامه یک بلوگر هست خداوند خور و ذلیل کند پروردگار در نمازان دعا میکند خداوند خور و ذلیلش کند. در آمد مقصد درباره سطر گفت زد، درباره وای گفت زد، گفت که سطر گفت من کردم مقصد درست کردن ایستوستان. بعد در همون تگی کمیتاری های هوای مقصد اما حقارت نشوندگی این چی حکم دارد؟ منم از اون جمله که منم حقارت نشوندم این چی حکم دارد؟ دیگر برداشت کردن نتونستم استاد. ما حدی شدم که دیگر برداشت کردن نتونستم، دفشون کردم از مادرش، از زنش، از چیزی که از دهنم برو ما دفشون کردم. ببینید برادر عزیز، کسی که دشنام میدهد، کسی که حرف زشت میزند، اون تربیت خودش رو، اخلاق خودش رو به نمایش میگذارد، اما ما در مقابلش نباید که مثل او رفتار بکنیم، باید برش طلب هدایت بکنیم،
باید بگیم الله سبحانه و تعالی هدایت بکندش و گوشزد بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از فحش دادن و توهین کردن منع کردن. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز کم طرف پیشترک شما گفته که جوانو شما باید به تاجیکستان برین، درست؟ بله. استاد عزیز همه ما در تاجیکستان اگر از ما اصابی من برادرای من که 3-4 برادرم در همین روسیه هستیم، اگر هر کدوم بریم تاجیکستان میقفن خدمت میبرم. ما در این باره ما چیکار کنیم؟ باید تاجیکستان بریم و خدمتی در تاجیکستان درست است طبق شرایط اسلام؟ ببینید برادر عزیز، من یک چیزی رو به شما بگم. خب صحبت دیگری هم دارید یا نه؟ نه. تشکر. من از تلویزیون بشنوید من پاسخ شما رو بدم. خب تشکر. زنده باشید. ببینید بعضی فکر میکنن که الان من رفتم خدمت در تاجیکستان، خلاص دنیا قیامت شد، رفتم الی جهنم و بئس المصیر، خلاص همه چیز. ببینید دوستان عزیز، ما مسلمان ها باید با برنامه ریزی، با سعی، تلاش در هر جایی که فرصت برای ما میسر است، ما باید دین خودمان را، عقیده خودمان را تبلیغ بکنیم. من یک مثال الان خدمت شما عزیزان عرض میکنم در اینجا. همه شما عزیزان یک قطعه خاصی به نام قطعه بدری 313 طالبان دارن در افغانستان، شاید دیده باشید. این در یوتیوب بنویسید بدری 313 بدری 313 بنویسید، یا اگر دوستان کسانی بتونن لینکش رو بگذارن در زیر کامنت ها میتونید که ببینید. اولی که آمریکایی آمدن در افغانستان گفتن که ما در افغانستان یک به اصطلاح ارتش درست میکنیم، یک نیروی نظامی به اصطلاح افغانی درست میکنیم، البته بر اساس همون استانداردهای آمریکا. 3-4 هزار نفر از جوانانی که با طالبا بودن یا با مجاهدین بودن رفتن در همین برنامه ارتش آمریکا، رفتن آموزش نظامی هم دیدن، در اونجا رفتن آموزش نظامی دیدن، استفاده اسلحه، همه چیز رو از کی یاد گرفتن؟ از آمریکایی‌ها یاد گرفتن. بعد از اینکه آمدن سلاح هم گرفتن، لباس هم گرفتن، آموزش نظامی هم گرفتن، با همون سلاح و لباسشون رفتن در کنار مجاهدین ایستادن و برای آمریکا جهاد کردن. ببینید مؤمن، مسلمان از هر فرصت به خاطر دینش استفاده میکنه، به خاطر عقیدهش استفاده میکنه. رفتی تاجیکستان، تو رو مجبور کردن برو در خدمت عسکری، برو. من نمیگم این به عنوان یک فرض، به عنوان واجب رأی شرعی فتوا نیست، برو. بهترین فرصت است که تو در اونجا بری، جوانهایی که از شهرها، جاهای مختلف تاجیکستان اونجا با امرای تو در یک فرقه هستن، در یک اتاق هستن، اونها رو دعوت بکن به دین، به عقیده صحیح، با اونها ارتباط برقرار بکن. فردا در تاجیکستان اگر خواستی دعوت بکنی، هر کاری بکنی، میتوانی از این طریق با اونها هماهنگ بکنی. خیلی از احزاب، خیلی از گروه ها، مثلا اولین حرکت های اسلامی در افغانستان در مثلا در سال 1960 65 70 در افغانستان از کجا شروع شد؟ در دانشگاهی که روس‌ها، اتحاد جماهیر شوروی دانشگاه پلی‌تکنیک رو در افغانستان ایجاد کرد. میفهمی برای چی؟ پلی‌تکنیک رو درست کرد که در افغانستان چیکار بکنه؟ در اونجا فکر کمونیستی رو، فکر ضد اسلامی رو در افغانستان از طریق همین دانشگاه پلی‌تکنیک در کابل ترویج بکنه. در همین دانشگاه پلی‌تکنیک رهبران حرکت اسلامی افغانستان در اونجا رفتن درس خواندن. انجینر غلام محمد نیازی و خیلی از بعضی از مؤسسین حرکت اسلامی در افغانستان در همین پلی‌تکنیک در اینجا درس خواندن، مانند حتی احمد شاه مسعود و نمیدونم انجینر حکمتیار و اینها در همونجا درس خواندن. از اونجا خارج شدن، فارغ شدن
بعضیشون فارغ هم نشدن، از اونجا اومدن بیرون از دانشگاهی که روس‌ها درست کرده بودن، شوروی‌ها درست کرده بودن که مردم افغانستان رو کمونیست بکنن. از اونجا کسانی فارغ شدن که آمدن حرکت اسلامی رو بر ضد کمونیستی در افغانستان رهبری کردن که نه تنها اتحاد جماهیر شوروی رو از بین برد، بلکه کل این اتحاد جماهیر شوروی رو از بین برد، چی که همه کشورهایی که زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن اونا رو آزاد کرد. پس یک مسلمان در هر شرایطی، در هر جایی میتواند که از آن معید به نفع اسلام، به نفع دعوت استفاده کند. یک عالم دینی بود، الله متعال در هر جا هست حفظش بکنه، اگر فوت کرده الله متعال رحمتش بکنه. ما بعد از نماز صبح درس تفسیر داشت برای ما. اون موقع یعنی شما تصور بکنید من شاید 20 سال قبل، 25 سال قبل، بعد از نماز صبح برای ما درس تفسیر داشت داخل یکی از مساجد. مشکلی براش پیش آمد، زندان رفت. یک روزی به دیدارش رفته بودم زندان. در زندان بیش از 600 نفر در حلقه تفسیرش شرکت میکرد. ما کسانی که در حلقه تفسیرش شرکت میکردیم تعداد ما از 10 نفر بیشتر نبود، اما در زندان 600 نفر در حلقه تفسیرش حاضر میشد. مسلمان در زندان هم دعوت میکند، در سربازی هم دعوت میکند، در بازار هم دعوت میکند، از هر فرصتی به خاطر دینش، به خاطر عقیدش استفاده میکند. من در پایان برنامه فقط یک موضوعی است اینجا خدمت شما عزیزان میخواهم بیان بکنم. امیدوارم که کارگردان عزیزمون این فرصت را به ما بده. ما در برنامه‌ای که گذشت در مورد مشکور کابلی، یکی از دوستان نزدیک احمد مسعود صحبت کردیم که یکی از شیعیان رافضی افغانستان هست و 24 ساعت در کنار احمد مسعود در سخنرانیاش، در کنفرانس ها حضور داره و این شخص طرفدار یک حکومت لاییک در افغانستان هست و همچنین طرفدار یک حکومتی که شعارشون حکومت لاییک است، اما طرفدار یک حکومت شیعه رافضی در افغانستان. و در یک از سخنرانیاش هم، در یک از مصاحبه‌اش هم گفته بود که احمد مسعود برای شیعیان می جنگه و این صحبت‌ها رو که ما کردیم و کلیپش پخش شد، بعضی از دوستان متاسفانه آمدن عکس العمل نشون دادن که بله شما فلان هستید و این هستید و اون هستید، و بعضی آمدن تربیت خانوادگی و تربیت پدر و مادرشون رو به نمایش گذاشتن، فحش دادن، توهین کردن، ناسزا گفتن که بله شما دشمن تاجیک و شما دشمن فلان و احمد مسعود خوب است و فلان است و این است و اون است. دوستان عزیز، یک سرچ کوتاه یعنی وقت زیاد از آدم رو نمیگیره. این شخص علی میثم نظری است. دوستان اگر تصویرش رو نشون بدن از روی مانیتور من، ایشون مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری امین احمد مسعود. علی میثم نظری از قزلباش‌های افغانستان است، در کابل زندگی کرده، اصلش از قندهار است. از میشه گفت که از به اصطلاح دوروبری‌های آیت الله آصف محسنی که رافضه‌گری و عقایدش رو ما برای شما عزیزان بیان کردیم. بعضی از ما وارد وسایل خانوادگی نمیشیم، میگن که ایشان روابط خانوادگی هم دارن، داماد مسعود است و فلان، اینا به ایناش کاری نداریم، مسائل خانوادگی است مورد بحث. ایشان شیعه است، شیعه رافضی است و تعریف ها و تمجید هایی که از بعضی از اشخاص و گروه ها داشته، من حتی از بعضی از شخصیت های کمونیستی افغانستان هم ایشان تعریف و تمجیدایی داشته که در صفحه فیسبوکش همینطوری که مراجعه بکنید میتونید ببینید. مثلا در اینجا با واصف باختری، یکی از نظریه پردازان کمونیست های افغانستان که در صفحه فیسبوکش عکسش با اون هست که رفته بود پیشش و خلاصه از یک خانواده شیعه رافضی در افغانستان که در فسق و فجور هم در دولت‌های سابق این خانوادگی اینها به اصطلاح دست داشتن. به هر صورت
این شخص مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت است. من در صحبت‌های گذشتم گفته بودم که جبهه مقاومت فعلا در خدمت ISI پاکستان داره فعالیت میکنه و ارتباطات و تماسهایی از طرف ISI پاکستان با سیاف و احمد مسعود و احمد ولی مسعود و به اصطلاح عطا محمد نور و همین سران جبهه مقاومت با اینها تماسهایی از طرف دولت پاکستان و ISI پاکستان صورت گرفته، ملاقات هایی هم صورت گرفته و حکومت پاکستان میخواد با اینها همکاری بکنه و اینها هم تا جای قبول کردن که در خدمت ISI پاکستان بر علیه مردم افغانستان دوباره وارد جنگ بشن، دوباره افغانستان رو به همون جنگ های داخلی دهه 90 و 80 و 90 دوباره بکشانن، دوباره در افغانستان همین بدبختی و خشونت و آتش زدن و راکت باران و انفجار و انتحار و دوباره این مسائل رو را بندازن. این یک واقعیت است، چون بارها گفتیم که اینها به خاطر رسیدن به قدرت حاضر هستن که از ناموسشون، شرفشون، دینشون، وطنشون، قومشون همه چیز رو قربانی بکنن. و جالب این است که دستیارش و مشاور خاص احمد مسعود، مشکور کابلی، یک شیعه رافضی و مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت هم یک شیعه رافضی و اخیراً ایشون صحبتی هم با یکی از تلویزیون‌های پاکستان داشت که این رو دوستان عزیز اگر قسمت‌های از این رو نشون بدن در اینجا، این که یک تلویزیون رسمی پاکستان میاد و از اینها به اینها فرصت میده که اینا در اونجا صحبت بکنن. دوستان یک لحظه اگر اجازه بدن من این صدا رو باز بکنم که اینجا بله. highly dependent on contractors, highly dependent on technology, highly dependent on the presence of NATO itself inside. این علی میثم نظری است، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت احمد مسعود و این هم تلویزیون خیبر که تلویزیون رسمی پاکستان هست و این که حکومت پاکستان در یک تلویزیون رسمی در ایالت خیبر میاد از سخنگوی احمد مسعود دعوت میکنه، نشان دهنده این است که دیگه دوران نامزدی و خواستگاری اون چیزا گذشته و ازدواج نامیمون احمد مسعود با ISI پاکستان نزدیک است. این بعد از اینکه روابط پاکستان، اینم کلیپ در اواخر در ماه مارچ 2004 این مصاحبه صورت گرفته، نشان دهنده این است که بله دوباره احمد مسعود و جبهه مقاومت به اصطلاح جبهه بغاوت این بار هم در خدمت استخبارات پاکستان مانند رهبرانشون و پدرش و غیره که یک زمانی به اصطلاح نانخور همین استخبارات کشورهای منطقه بودن، الان ایشان هم و بقیه هم در همین مسیر روان هستند. اما در یک کلیپ دیگری ایشان در مصاحبه با یک رافضی دیگر در مورد دستاوردهای خودشون صحبت میکنه. ببینید ملت شریف افغانستان که اینها به نام مقاومت به عنوان حقوق تاجیکا و حقوق مردم افغانستان و فلان و اینها، ببینید دستاورداشون رو میخوان ذکر بکنن. دوستان گوش کنن که اینا چه ده. یعنی امروز بدبختی که ملت افغانستان، محاصره اقتصادی، بند بودن بانک ها، همه اینا با افتخار میگه که این نتیجه زحماتی است که اینها کشیدن. دقت کنید. وضعیت فعلی افغانستان تغییر دادن. 6 ماه پیش قریب بود که همه برای از یکی دو کشور طالبان به رسمیت بشناسن و این نظر برن که دیگر گزینه در افغانستان نیست و ناگزیر هستند که با همین گروه یک تعامل رسمی داشته باشند. اما همان گونه که جبهه مقاومت ملی مقاومت مسلحانه را در داخل افغانستان براه انداخت و نگذاشت یک گروه متحجر، یک گروه صفا بیاید از افغانستان نمایندگی کنند. در خارج از افغانستان ما یک مقاومت سیاسی و یک مقاومت دیپلماتیک را برای انداختیم که الحمدلله یک نتیجه خوب داشت و ما توانستیم در 6 ماه گذشته جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان کنیم از راه‌های مختلف
در هر پلتفرم و در هر مرجعی که اینا خواستن مشروعیت بگیرن، ما این هدفشان به چالش کشاندیم و اینا در جای رسیدن که تحریم ها امروز برای 1 سال تمدید شدن. تحریم ها امروز برای 1 سال تمدید شده. دوستان عزیز، میدانید تحریم ها تمدید شدن برای افغانستان آیا به ضرر طالباست؟ آیا به ضرر ملا هیبت الله آخونده است؟ آیا به ضرر امیرخان متقی و ذبیح الله مجاهد و ملا حسن آخونده است؟ تحریم ها تمدید شدن یعنی 40 میلیون مردم افغانستان از روابط خارجی، از تجارت با جهان خارج، از روابط بانکی، از همه اینها محروم هستند. یعنی چی؟ اینها میخوان با مقاومتشون، با این شعارهای دروغینشان به داد مردم افغانستان برسند. بابا شما اگر واقعا دلسوز برای ملت افغانستان هستید، شما میرید تجدید میکنید تحریم ها رو بر علیه ملت افغانستان. اینها افغانی هستند، اینها دلشان به حال ملت افغانستان میسوزد. جهان و علل خصوص منطقه حاضر نیست اینا رو به رسمیت بشناسه. اینا خواستن از سازمان همکاری های اسلامی یک استفاده سیاسی کنند که در آنجا همچنان دست خالی برگشتن. و حالا چیزی که بیشتر فعالیت تمرکز در عرصه‌ای که بیشتر تمرکز میکنم، آگاهی دهی در قسمت مسئله بحران بشری در افغانستان است، چرا که اینا از موضوع بحران بشری به عنوان یک ابزار سیاسی میخواین استفاده کنن. بعضی کشورها رو میخواین از این طریق فریب بدن. مثلا شما به کنفرانس نروژ یا نروژ دیدن که بله. دوستان عزیز، تشکر میکنم از همکاران عزیزمون. اینها همونطوری که گفتم این دستاورداشون است، یعنی تجدید تحریم ها برای افغانستان، معنی این که دوباره ملت افغانستان زجر اینها رو باید بکشه که اینها چون سر قدرت نیستن باید 40 میلیون ملت افغانستان در رنج و عذاب و ناآرامی و تحریم باید زندگی بکنن. اینها همون خائنینی هستن که به دنبال همون پست ها و مناصب و پول ها و قصر هایی هستن که از دست دادن. نه دلشان به حال مردم افغانستان میسوزد و نه دلشان به حال وطن و نه به حال اسلام. و نه احمد مسعود نمیرفت 2 شیعه رو به عنوان یکی مشاور به دیگرم مسئول روابط خارجی خودش تعیین بکنه، چون به این وسیله میخواد که گرچه این گمان زنی ها رو تقویت میکنه که ایشان شیعه است، شیعه زده است حداقل، و ثانیاً میخواد به این وسیله از شیعیان افغانستان باز دوباره یک استفاده ابزاری بکند در ناامن کردن افغانستان و در ایجاد جنگ و رعب و وحشت در افغانستان. و امیدوار هستیم که ملت شریف هزاره و شیعیان افغانستان دوباره فریب ایشان رو نخورن و سابقا فریب پدرش رو خورده بودن و چه بلایی سرشان آمد فکر نکنم که فراموش شده باشه. به هر صورت اینم یک نمونه دیگری از شیعه زدگی در جبهه بغاوت که مسئول روابط خارجیشون هم یک شیعه رافضی است. الله سبحانه و تعالی شر این دشمنان افغانستان و ملت افغانستان رو دور بکنه و نیست و نابودشون بکنه. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تانا به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني